انجیل لوقا باب 1. از بس که بسیار کسان به ترتیب دادن نقل واقعه های شروع کردند که روی دادنشان در میان ما پر معلوم است، چنان که از ابتدا به وسیله شاهدان و خادمان کلام به ما رساندند. من نیز صلاح دانستم که همه چیز را از خود اول با دقت تدقیق نموده پیدر هم برای تو ایتیافیلوس محترم بنویسم، تا که تو با اعتمادی تعلیماتی را که در آن تربیت یافته‌ای بدانی. در ایام هیرودوس پادشاه یهودا، زکریا نام کاهنی از نوبت ابیا بود و زنی او از دختران هارون بوده الیسابع نام داشت. هر دوی آنها پیش خدا عادل بودند و از روی تمام احکام و فرایض خداوند بی کم و کاست رفتار می کردند. آنها فرزند نداشتند، زیرا که الیسابع نازای بود و هر دو به پیران سالگی رسیده بودند. بار وقتی که او با نوبت خود پیش خدا کهانت می کرد، موافق تعامل کهانت قرعه به نام او برآمد که به معبد خداوند در آمده بخور کند و در وقتی بخور کردنش تمام جماعت در بیرون دعا می گفتند. بناگاه فرشته خداوند بر او ظاهر گردیده در طرف راست قربانگاه بخور ایستاد. زکریا از این رویا مضطرب شده به هراس افتاد، اما فرشته به او گفت: ای زکریا، نترس، زیرا که دعای تو مستجاب شده است و زن تو الیسابع به تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید و تو را شادمانی و خرسندی نصیب خواهد شد و بسیار کسان به تولد او شادی خواهند کرد، زیرا که او در نزد خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و عرق نخواهد نوشید و از شکم مادر خود از روح القدس پر خواهد بود و بسیار کسان را از بنی اسرائیل به خداوند خدای آنها رجوع خواهد کنند و پیشاپیش او با روح و قوه الیاس قدم خواهد زد، تا که دلهای پدران را به فرزندان و نامطیعان را به حکمت عادلان برگرداند و خلق درست برای خداوند مهیا سازد. زکریا به فرشته گفت: این را از روی چی بدانم، زیرا که من پیر هستم؟ زن من نیز به پیران سالگی رسیده است. فرشته در جواب او گفت: من جبرائیل هستم که به حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم برای آن که با تو سخن رانم و این مژده را به تو برسانم. و اینک زبانت لال شده تا روزی به عمل آمدن این تو امکانیت گپ زدن نخواهی داشت، از برای آن که به سخنان من که در وقت خود به اجرا خواهند رسید ایمان نآوردی. در این میان جماعت منتظر زکریا بودند و تعجب می نمودند که او در معبد درنگ می کند و هنگامی که بیرون آمد با آنها گپ زدن نتوانست و آنها فهمیدند که او در معبد رویایی دیده است و او به آنها ایما و اشاره می کرد و زبانش لال شده بود. وقتی که روزهای خدمتش به انجام رسید به خانه خود رفت و بعد از آن روزها زنی او الیسابع حامله شده 5 ماه خود را از همه پنهان داشت و گفت: در این روزها خداوند نظر کرده به من چنین عمل کرد تا که ننگ مرا از میان مردم بردارد. و در ماه 6 جبرائیل فرشته از جانب خدا به ناصره نام شهر جلیل فرستاده شد، نزد باکره‌ای که نامزد یوسف نام مرد از خاندان داوود بود و نام آن باکره مریم بود. و فرشته نزد وی در آمده گفت: سلام بر تو ای پرفیض، خداوند با توست، تو در میان زنان مبارک هستی. اما وی او را دیده از سخنانش مضطرب شد و در دل خود گفت که این چی سلامی باشد؟ و فرشته به وی گفت: ای مریم، نترس، زیرا که تو نزد خدا فیض یافته ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید
و او را عیسی خواهی نامید و او بزرگ خواهد بود و پسر حق تعالی نامیده خواهد شد و خداوند خدا تخت پدرش داوود را به او خواهد داد و او بر خاندان یعقوب تا ابد سلطنت خواهد راند و سلطنت او انتها نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه می شود در صورتی که من باکره هستم؟ فرشته در جواب وی گفت: روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حق تعالی بر تو سایه خواهد افکند. بنابراین آن مولود مقدس هم پسر خدا نامیده خواهد شد. اینک خویش تو الیسابه که او را نازای می نامند، او نیز در پیری خود پسری در شکم دارد و حالا ماه ششمی است، زیرا که نزد خدا هیچ کلامی بی عاقبت نمی ماند. مریم گفت: اینک کنیز خداوند هستم، بگذار با من از روی کلام تو بشود. و فرشته از پیش وی رفت. در آن روزها مریم راه سپار شده با شتاب به شهری رفت که در کوهستان یهودا واقع است و به خانه زکریا در آمده به الیسابه سلام گفت. و چون الیسابه سلام مریم را شنید، بچه در شکمش به جنبش آمد و الیسابه از روح القدس پر شد و با آوازی بلند خطاب نموده گفت: تو در میان زنان مبارک هستی و مبارک است ثمره شکم تو. و این به من از کجاست که مادر خداوند من نزد من آمده است؟ زیرا که چون صدای سلام تو به گوشم رسید، بچه از شادی در شکمم به جنبش آمد و خوشا وی که ایمان آورده است که آنچه از جانب خداوند به وی گفته شده است به عمل خواهد آمد. و مریم گفت: جان من خداوند را ستایش می کند و روح من از خدای نجات دهنده من به وجد آمد که او به فروتنی کنیز خود نظر کرده است، زیرا که من بعد همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا که آن قادر چیزی بزرگی برای من به عمل آورد و اسم او مقدس است و مرحمت او نسل به نسل برای کسانی است که از او می ترسند. قوت بازوی خود را ظاهر ساخت، آنهایی را که از اندیشه های دلشان مغرور بودند پراکنده کرد. زورآوران را از تخت ها واژگون ساخت و فروتنان را سرافراز گرداند. گرسنگان را از نعمت ها پر کرد و ثروتداران را ته دست فرستاد. بنده خود اسرائیل را دستگیری کرد به خاطر مرحمت خود، چنان که به پدران ما گفته بود، به ابراهیم و نسل او تا ابد. و مریم قریب 3 ماه نزد او ماند و بعد به خانه خود برگشت. چون وقتی زاییدن الیسابه رسید، او پسری زایید و همسایه ها و خویش و تبار او شنیدند که خداوند مرحمت خود را با او افزون کرده است و با او شاد شدند. و در روز 8 آمدند که کودک را ختمه کنند و می‌خواستند او را از روی نام پدرش زکریا نام مانند، لیکن مادرش در جواب گفت: نه، بلکه او یحیی نامیده خواهد شد. به وی گفتند: در اولاد تو کسی نیست که چنین نام داشته باشد. و با ایما و اشارت از پدرش پرسیدند که او را چی نام نهادن می‌خواهد. او تختچه طلبیده بر آن نوشت: نام او یحیی است. و همه متعجب شدند. در حال دهان و زبان او گشاده شد و او به سخن در آمده خدا را حمد و ثنا خواند. و همه همسایه های آنها به هراس افتادند و تمام این واقعه را در سرتاسر کوهستان یهودا نقل می کردند. و هر کی می شنوید این را در دل خود جا داده می گفت: این کودک کی خواهد شد؟ و دست خداوند با او بود. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و نبوت نموده گفت: مبارک است خداوند خدای اسرائیل که قوم خود را پرستاری نموده
به وی خلاصی عطا فرموده است و برای ما در خاندان بنده خود داوود شاخ نجات برپا کرده است، چنان که از قدیم با زبان انبیای مقدس خود گفته است که ما را از دشمنان ما و از دست همه آنهایی که از ما نفرت دارند نجات خواهد داد. با پدران ما مرحمت نموده عهد مقدس خود را، قسمی را که او به پدر ما ابراهیم یاد کرده بود به خاطر خواهد آورد و به ما امکانیت خواهد داد که از دست دشمنان خود خلاص شده بی ترس و بیم به او با قدسیت و عدالت خدمت کنیم، در حالتی که تمام ایام عمر خود پیش او باشیم. و تو ای کودک نبی حق تعالی خوانده خواهی شد، زیرا که پیشا پیش خداوند قدم خواهی زد تا که راه های او را مهیا کنی و به قوم او بفهمانی که نجات در آمرزش گناه های آنهاست. از عمق مرحمت خدای ما که با آن ما را نیر طالع از عالم بالا پرستاری نمود، تا که کسانی در تاریکی و سایه مرگ نشسته را منور سازد و پایهای ما را برای آسایشتگی روانه کند. و کودک کلان شده روحش قوی می گشت و تا روزی که بر اسرائیل ظاهر گردید در بیابانها بود. لوقا باب 2. در آن ایام از جانب قیصر اوغوستوس فرمانی برآمد که در تمام روی زمین سرشماری گذرانند. در زمانی که کیرینیوس در سوریه حکمرانی می کرد این سرشماری اولین بود و همه برای نویساندن خود هر یکی به شهر خود می رفتند. یوسف نیز از جلیل از شهر ناصره به یهودا به شهر داوود که بیت لحم نام دارد روانه شد، چون که او از خاندان و اولاد داوود بود، تا خود را با مریم که نامزدی او و حامله دار بود نویساند. و هنگامی که آنها در آنجا بودند وقتی زاییدن وی رسید و پسری نخستین خود را زایید و او را پرپیچ کرد و او را در آخور خوابانید، چون که در مسافرخانه جای برای آنها نبود. در آن سرزمین چوپانانی بودند که شبانه در هوای کشاد رمه خود را پاسبانی می کردند. و فرشته خداوند بر آنها ظاهر گردید و جلال خداوند در گرد و پیششان درخشید و آنها بغایت هراسان شدند. فرشته با آنها گفت: نترسید، زیرا که مژده بزرگی به شما میرسانم که آن برای تمام قوم خواهد بود. امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده تولد شد که او مسیح خداوند است. و این است علامت برای شما: کودک را پرپیچ شده و در آخور خوابیده خواهید یافت. ناگهان با فرشته فوجی از لشکری آسمان پیدا شدند که خدا را حمد و ثنا خوانده می گفتند: خدا را جلال در عرش اعلا و آسایشتگی بر زمین و حسن توجه در میان مردم باد. وقتی که فرشتگان از پیش آنها به آسمان صعود کردند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و آنچه را که در آنجا واقع شده است و خداوند آن را به ما خبر داده است ببینیم. و با شتاب آمدند و مریم و یوسف و کودک را که در آخور خوابیده بود یافتند. و چون دیدند آن سخنی را که به آنها درباره این کودک گفته شده بود نقل کردند. و همه آنهایی که شنیدند از آنچه چوپانان به آنها نقل کردند متعجب شدند. و مریم همه این سخنان را در دل خود جا داده نگاه می داشت. و چوپانان برگشته خدا را حمد و ثنا می خواندند و ستایش می کردند برای همه آن چیزهایی که شنیده و دیده بودند، چنان که به آنها گفته شده بود. وقتی که در 8 روزگی او را ختنه کردند به او عیسی نام دادند، چنان که فرشته او را پیش از آن که در شکم پیدا شود نامیده بود. و هنگامی که ایامی تطهیر آنها موافق شریعت موسی فرا رسید، او را به یروشلیم آوردند
تا که به خداوند پیشنهاد کنند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است. هر مخلوق نرینه‌ای که بطن مادر را می‌کشاید مقدس خداوند خوانده می‌شود. و موافق آنچه در شریعت خداوند گفته شده است، 2 فاخته یا 2 چوجه کبوتر قربانی کنند. و اینک در یروشلیم شمعون نام مردی بود که مردی عادل و پرهیزگار و منتظری تسلای اسرائیل بود و روح القدس بر او بود. و از روح القدس به او معلوم شده بود که تا مسیح خداوند را نبیند فوت را نخواهد دید. و او به هدایت روح به معبد آمد و هنگامی که عیسی کودک را پدر و مادرش آوردند تا که مراسم شریعت را بر او به جا آورند، او را به دست خود گرفته خدا را مبارک خواند و گفت: اکنون ای پروردگار، بنده خود را موافق وعده خود به سلامتی جواب میدی، زیرا که چشمان من نجات تو را دید که آن را تو پیش همه قوم ها مهیا ساختی. نوری است که چشم خلق ها را کشاید و جلال قوم اسرائیل تو باشد. و یوسف و مادر او از آنچه درباره او گفته شد متعجب گردیدند. و شمعون آنها را برکت داده و مریم مادر او گفت: اینک او برای غلطیدن و برخاستن بسیار کسان در اسرائیل و برای علامت مناقشات تعیین شده است. در جان تو نیز شمشیر فرو خواهد رفت تا که اندیشه های دل های بسیار آشکار شود. در آنجا نیز نبیه حنا دختری فنوئیل از سبط آشیر بود که خیلی سال خورده بود و از دوره بکارتش 7 سال با شوهر خود زندگی کرده بود و تا 84 سالگی بیوه بود. وی از معبد دور نشده با روزه و دعا شب و روز و خدا عبادت میکرد. وی نیز در همان ساعت پیش آمده خداوند را حمد و ثنا خواند و به همه آنهایی که منتظر خلاصی یروشلیم بودند درباره او سخن راند. بعد از آن که تمام مراسم را موافق شریعت خداوند به انجام رساندند، به جلیل به شهر خود ناصره برگشتند. و کودک کلان شده روحش قوی می گشت و از حکمت پر می شد و فیض خدا بر او بود. هر سال پدر و مادر او برای عید فیصح به یروشلیم می رفتند. اینچنین وقتی که او 12 ساله بود، آنها از روی تعامل عید به یروشلیم آمدند. و هنگامی که بعد از اتمام ایام عید گشته می رفتند، عیسی نورس در یروشلیم ماند و این را یوسف و مادر او پیخست نکردند، به گمان آن که او با اهل قافله می آید. و یک روز راه پیموده در میان خویشان و آشنایان به جستجوی او شروع کردند و چون نیافتند برای کافته یافتن او به یروشلیم برگشتند. بعد از 3 روز او را در معبد یافتند که در میان معلمان نشسته سخنان آنها را گوش می کرد و به آنها سوال می داد. و همه آنهایی که سخنان او را می شنیدند از عقل او و از جوابهای او متعجب می شدند. چون او را دیدند در حیرت ماندند و مادر او به او گفت: ای فرزندم، چرا تو با ما چنین رفتار کردی؟ اینک پدرت و من خیلی غصه خورده تو رو جستجو کردیم. به آنها گفت: چرا مرا جستجو کردید؟ مگر نمیدونستید که من باید در همان جای باشم که به پدرم تعلق دارد؟ ولی آنها به سخنانی که او گفت صرفم نرفتند. و او با آنها روانه شده به ناصره آمد و در اطاعت آنها بود. و مادر او همه این سخنان را در دل خود نگاه می داشت. و عیسی در حکمت و در کمال و در التفات نزد خدا و آدمان ترقی می کرد. لوقا باب 3. در سال 15 حکمرانی قیصر تیبریوس
وقتی که پانتیوس پیلاتوس در یهودا فرمان روایی می کرد و هیرودوس تترارخ جلیل و برادرش فیلیپوس تترارخ ایتوریه و ولایت ترخانیتوس و لیسانیوس تترارخ ابیلین بود. در ایام سرکاهنان هانان و قیافا کلام خدا به یحیی ابن زکریا رسید و او تمام کشور اطراف اردن را طی کرده تعمید توبه را برای آمرزش گناه ها موعظه می نمود، چنان که در کتاب نطق‌های اشعیای نبی نوشته شده است: آوازی ندا کننده در بیابان، راه خداوند را تیار کنید، طریق او را راست کنید. هر وادی بلند و هر کوه و تپه پست و هر کجی راهی راست و هر راهی ناهموار هموار خواهد شد و هر بشر نجات خدا را خواهد دید. و به مردمی که بیرون می آمدند تا که از او تعمید یابند می گفت: ای افیزادگان، کی به شما تلقین کرد که از غضب آینده بگریزید؟ اکنون ثمر آورید که سزاوار توبه باشد و در دل خود نگویید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم که خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان به وجود آورد. و الحال تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده است. هر درختی که میوه نغز ندهد بریده و در آتش انداخته خواهد شد. مردم از او میپرسیدند: پس چی کنیم؟ در جواب آنها میگفت: کسی که دو کرته دارد به کسی که ندارد بدهد و کسی که خوراک دارد نیز چنین عمل کند. باجگیران نیز برای تعمید آمده به او گفتند: ای استاد، چی کنیم؟ به آنها گفت: بیشتر از آنچه برای شما مقرر شده است طلب نکنید. سربازان نیز از او پرسیده گفتند: پس ما چی کنیم؟ به آنها گفت: کسی را آزار ندهید، در حق کسی تهمت نکنید و به معاش خود قناعت نمایید. و هنگامی که مردم انتظار می ایستادند و همه در دل خود درباره یحیی اندیشه می کردند که آیا وی مسیح است یا نه، یحیی در جواب همه آنها می گفت: من شما را با آب تعمید می دهم، لیکن تواناتر از من می آید و من سزاوار آن نیستم که دوال پای افضال او را واز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غلبیر خود را در دست دارد و او خرمنگاه خود را تازه کرده گندم را در انبار خود گرد خواهد آورد، لیکن کاه را در آتش خاموش نشونده خواهد سوزاند. باز بسیار چیزهای دیگر را به مردم بشارت داده آنها را نصیحت می کرد. و تترارخ هیرودوس برای هیرودیه زنی برادرش و برای همه بدیهایی که کرده بود به مذمت او دچار شده، این را نیز بر همه آنها علاوه نمود که یحیی را در زندان انداخت. هنگامی که تمام مردم تعمید می یافتند و عیسی نیز تعمید یافته دعا می گفت، آسمان گشاده شد و روح القدس در شکل جسمانی چون کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان آمد که می گفت: تو پسری محبوب من هستی، حسن توجه من بر توست. و عیسی وقتی به خدمت خود شروع نمود تقریبا 30 ساله بود و چنان که گمان می کردند پسری یوسف ابن ایلی، ابن متات، ابن لیوی، ابن ملکی، ابن ینی، ابن یوسف، ابن متیتیا، ابن آموس، ابن نحوم، ابن حسلی، ابن نجای، ابن مهت، ابن متیتیا، ابن شمعی، ابن یوسف، ابن یودا،
ابن یوحانان، ابن ریسا، ابن زروبابیل، ابن شعلتیل، ابن نیری، ابن ملکی، ابن عدی، ابن قوسام، ابن المدام، ابن ابن یوسه، ابن الیعزر، ابن یوریم، ابن متات، ابن لیوی، ابن شمعون، ابن یهودا، ابن یوسف، ابن یونام، ابن الیاقیم، ابن ملیا، ابن مینا، ابن متتا، ابن ناتان، ابن داوود، ابن یسای، ابن اوبید، ابن بوعز، ابن سلمون، ابن نحشون، ابن امیناداب، ابن رام، ابن حسرون، ابن فارس، ابن یهودا، ابن یعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراهیم، ابن تاره، ابن ناهور، ابن سروج، ابن رعو، ابن فالج، ابن ایبر، ابن شاله، ابن قینان، ابن ارفکشد، ابن سام، ابن نوح، ابن لامک، ابن متوشاله، ابن حنوخ، ابن یارد، ابن مهلالئیل، ابن قینان، ابن انوش، ابن شت، ابن آدم، ابن خدا بود. لوقا باب 4. و عیسی پر از روح القدس از اردن برگشت و روح او را به بیابان برد و 40 روز او را ابلیس می آزمود و در آن روزها او چیزی نخورد و بعد از تمام شدن آنها گرسنه ماند. و ابلیس به او گفت: اگر تو پسر خدا باشی با این سنگ بگوی که نان شود. عیسی به وی جواب داد: نوشته شده است که آدم زاد نه تنها با نان زندگی می کند بلکه با هر کلام خدا. و او را به کوهی بلندی برداشته برآورده همه مملکت‌های جهان را در لحظه‌ای به او نشان داد. و ابلیس به او گفت: تمام سلطنت و جلال آنها را به تو می دهم، زیرا که آن به دست من سپرده شده است و من به هر که خواهم آن را می دهم. پس اگر تو به من سجده کنی همش از آن تو می شود. عیسی در جواب وی گفت: از من دور شو ای شیطان، نوشته شده است که به خداوند خدای خود سجده کن و تنها او را عبادت نما. و او را به یروشلیم برده بر کنگوره معبد گذاشت و به او گفت: اگر تو پسر خدا باشی از اینجا خود را به زیر انداز، زیرا که نوشته شده است به فرشتگان خود درباره تو امر خواهد داد که تو را نگهداری کنند و تو را بر کفای خود برداشته خواهم برد که مبادا پای خود را به سنگ بزنی. عیسی در جواب وی گفت: گفته شده است که خداوند خدای خود را نآزمای. و ابلیس تمام آزمایش را به اتمام رسانده تا مدتی از او دور شد. و عیسی با قوت روح به جلیل برگشت و آوازه او در تمام کشور پخش شد و او در کنیشت‌های آنها تعلیم می‌داد و همه او را ستایش می‌کردند. و به ناصره که در آنجا تربیت یافته بود آمد و از روی عادت خود روز شنبه به کنیشت درآمد و برای قرائت برخاست. به او کتابی اشعیای نبی را دادند و او کتاب را گشاده جایی را یافت که چنین نوشته شده بود: روح خداوند بر من است، زیرا که او مرا تطهین نموده است تا که به مسکینان بشارت دهم و مرا فرستاده است تا که شکسته دلان را شفا بخشم، آزادی را به اسیران و بینایی را به کوران موعظه نمایم، مظلومان را آزاد کنم و سال توجه خداوند را موعظه نمایم. و کتاب را پوشانده به خادم داد و نشست و چشمان همه در کنیشت به او دوخته شده بود و او به سخن آغاز نموده به آنها گفت: امروز این نوشته که شما گوش کردید به اجرا رسیده است.
و همه به او شهادت می دادند و سخنان فیض بخشی که از دهانش می برآمد متعجب شده می گفتند. آیا او پسر یوسف نیست؟ با آنها گفت: البته شما به من این مقال را خواهید گفت: ای طبیب، خودت را شفا بده. هر آنچه شنیده ایم که در کفرنهم واقع شده است، اینجا نیز در وطن خود بکن. و گفت: به راستی به شما میگویم که هیچ پیغمبری در زادگاه خود مقبول نیست. از روی حقیقت به شما میگویم بسیار بیوزنان در اسرائیل در ایام الیاس بودند که آن وقت آسمان 3 سال و 6 ماه بسته شده بود، به طوری که در تمام روی زمین قحطی سخت روی داد. ولی الیاس نزد هیچ یکی از آنها فرستاده نشد، بلکه فقط نزد بیوزن بسارفتای سیدون. و بسیار مخویان در اسرائیل در ایام الیشای نبی بودند، ولی هیچ یکی از آنها پاک نشد، بلکه فقط نعمان سوریانی. تمام اهل کنیشت این را شنیده پر از غضب شدند و برخاسته او را از شهر بدر کردند و بر قله کویی که شهرشان بر آن ساخته شده بود بردند تا که او را به زیر افکنند. اما او از میان آنها گذشته به راه خود رفت و به کفرنهم شهری جلیل آمد و در روزهای شنبه آنها را تعلیم می‌داد و آنها از تعلیم او در حیرت ماندند، زیرا که کلام او با قدرت بود. در کنیشت کسی بود که روح دیوی پلید داشت و با آوازی بلند فریاد زده گفت: تو را با ما چی کار است ای عیسی ناصری؟ تو برای نیست کردن ما آمده ای. من میدانم که تو کیستی ای قدوس خدا. عیسی وی را منع کرده گفت: خاموش شو و از وی بیرون آی. و دیو او را در میانه افکانده از او بیرون شد و هیچ آسیبی به او نرساند. همه به واهمه افتادند و به یکدیگر میگفتند: این چه گپ است که او با قدرت و قوت بر ارواح پلید امر میفرماید و آنها بیرون میآیند؟ و آوازه او در تمام گرد و اطراف پخش شد. او از کنیشت برآمده به خانه شمعون آمد. مادر عروس شمعون به تبلرزه سختی گرفتار بود و در خصوص وی از او التماس کردند و او نزدیک وی آمده تبلرزه را منع کرد و آن نیست شد. وی در حال برخاسته به پرستاری آنها مشغول گشت. در وقتی فرو رفتن آفتاب همه آنهایی که بیمارانی گرفتاری کسلی های گوناگون داشتند آنها را نزد او می آوردند و او به هر یکی از آنها دست گذاشته آنها را شفا می داد. دیوها نیز از بسیار کسان بیرون آمده با فریاد می گفتند: تو مسیح پسر خدا هستی. اما او آنها را منع کرده نمی گذاشت سخن رانند، زیرا که مسیح بودن او را می دانستند. چون صبح دمید او بیرون آمده به خلوتگاهی رفت، ولی مردم او را کافته یافتند و نزد او آمدند و او را نگاه می داشتند که از پیششان نرود. با آنها گفت: من باید به شهرهای دیگر نیز از ملکوت خدا بشارت دهم، چون که برای همین فرستاده شدم. و در کنیشت‌های جلیل موعظه می کرد. لوقا باب 5. باره وقتی که مردم بسیاری از هر طرف او را فشار می دادند تا که کلام خدا را گوش کنند و او در کنار کولی جنیسار ایستاده بود، 2 قایق را دید که در کول ایستاده بودند و صیادان ماهی از آنها بیرون آمده تورهای خود را شستشوی می کردند. و یکی از قایق‌ها که از آن شمعون بود سوار شده از وی خواهش کرد که اندکی از ساحل دورتر راند و او در قایق نشسته مردم را تعلیم می داد. و هنگامی که سخنش به پایان رسید به شمعون گفت: به شکراب بران.
و تورهای خود را برای صید اندازید. شیمعون در جواب او گفت: ای استاد، تمام شب زحمت کشیده چیزی نگرفتیم، لیکن از روی سخن تو تور را می اندازم. و آنها چنین کردند و مقدار زیادی ماهی را صید کردند و کم مانده بود که تورشان کفیده رود. و به رفیقان خود که در قایق دیگر بودند اشارت کردند که به یاری آنها بیایند و آنها آمده هر دو قایق را پر کردند به طوری که قریب بود زیر آب روند. شیمعون پتروس چون این را دید پیش عیسی زانو زده گفت: خداوندا، از پیش من بره، چون که من شخص گناهکار هستم. زیرا که وی و همه همراهانش از این صید ماهیانی که به دست آورده بودند در دهشت افتادند. و همچنین یعقوب و یوحنا پسران زبدای نیز که شریکان شیمعون بودند. و عیسی به شیمعون گفت: نترس، من بعد آدمان را صید خواهی کرد. و هر دو قایق را به ساحل برآوردند و همه را ترک کرده از عقیب او روانه شدند. وقتی که عیسی در یکی از شهرها بود، مردی پر از مخاو آمد و چون عیسی را دید روی به زمین نهاده از او التماس کرد: خداوندا، اگر خواهی می توانی مرا پاک کنی. او دست خود را دراز کرده وی را لمس نمود و گفت: می خواهم، پاک شو. و در حال مخاو از وی نیست شد و او به وی تعیین کرد که به هیچ کس گپ نزند، بلکه رفته خود را به کاهن نشان دهد و برای پاک شدن خود آن هدیه‌ای را که موسی فرموده است تقدیم کند تا به آنها شهادتی گردد. اما آوازه او تا رفت پهن می شد و شماره زیادی مردم نزد او جمع می آمدند تا که کلامش را گوش کنند و از کسلی های خود شفا یابند. و او به جایهای خلوت می رفت و دعا می گفت. روزی از روزها وقتی که او تعلیم می داد و فریسیان و معلمان شریعت از تمام دیهات جلیل و از یهودا و یروشلیم آمده در آنجا نشسته بودند و قوت خداوند در شفا دادنش ظاهر می شد. اینک یک چند کس مردی مفلوج را با بسترش برداشته آوردند و می خواستند وی را در آورده پیش او بگذارند، ولی به سبب بسیاری مردم راه برای در آوردن وی نیافته بالای بام برآمدند و از میان سفالهای آن وی را با بسترش و میان خانه پیش عیسی پایان فراوردند. و او ایمان آنها را دیده گفت: ای آدمی زاد، گناههای تو آمرزیده شد. کتابدانان و فریسیان در دل خود اندیشه کرده می گفتند: این کیست که کفر می گوید؟ جز خدای یگانه کیست که گناه ها را آمرزیده تواند؟ عیسی اندیشه های آنها را پی برده در جواب آنها گفت: شما در دل خود چه اندیشه ها دارید؟ کدامش آسان تر است؟ گفتن آن که گناه های تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخیز و روانه شو؟ لیکن تا بدانید که پسر آدم در روی زمین قدرت آمرزیدن گناه ها را دارد. به مفلوج گفت: و تو میگویم برخیز، بستر خود را بردار و به خانه خود روانه شو. وی در حال در پیش نظر آنها برخاست، بستر خود را برداشت و خدا را سپاس کنان به خانه خود روانه شد. و همه در حیرت ماندند و خدا را حمد و ثنا می‌خواندند و در حالتی که پر از ترس و هراس بودند میگفتند: امروز چیزهای عجایبی دیدیم. بعد از این او بیرون رفته لیوی نام باجگیری را دید که در باجگاه نشسته بود و به وی گفت: از پی من بیا. وی همه چیز را ترک کرده برخاست و از پی او روانه شد. و لیوی در خانه خود برای او ضیافتی کلان داد و شماره زیادی باجگیران و کسان دیگر در آنجا بودند و آنها با او نزد سفره نشستند. کتابدانان و فریسیان ناراضگی بیان نموده به شاگردان او گفتند:
چرا شما با باجگیران و گناهکاران میخورید و مینوشید؟ عیسی در جواب آنها گفت: نه تندرستان بلکه بیماران به طبیب حاجت دارند. من آمدم که نه عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت کنم. با او گفتند: چرا شاگردان یحیی بسیار روزه می‌دارند و دعا می‌گویند؟ همچنین شاگردان فریسیان نیز، لیکن شاگردان تو می‌خورند و می‌نوشند. و آنها گفت: آیا می‌توانید اهل کوشک نکاح را مادامی که داماد با آنهاست به روزه‌داری وادار نمایید؟ لیکن ایام خواهد رسید که داماد از آنها گرفته شود و آنگاه در آن ایام روزه خواهند داشت. در عین حال با آنها این مثل را گفت: هیچ کس پارچه از جامه نو گرفته بر جامه کهنه در به نمی ماند، وگرنه هم جامه نو را پاره می کند و هم در به نو به جامه کهنه موافق نمی آید. و هیچ کس شراب نو را در مشک کهنه نمی اندازد، وگرنه شراب نو مشک را دریده هم خودش می ریزد هم مشک تلف می شود. لیکن شراب نو را در مشک نو انداختن لازم است. در آن صورت هر دو محفوظ خواهند ماند. و هیچ کس شراب کهنه را نوشیده در حال نوش را طلب نمی کند، زیرا که می گوید شراب کهنه خوب است. لوقا باب 6. یک روز شنبه چنین واقع شد که او از میان کشتزار می گذشت و شاگردان او خوشه ها را می چیدند و به کف مالیده می خوردند. و بعضی از فریسیان با آنها گفتند: چرا شما کار میکنید که کردن آن در شنبه روا نیست؟ عیسی در جواب آنها گفت: مگر نخوانده اید که داوود چی کرد هنگامی که خودش و همراهانش گرسنه بودند؟ چگونه وی به خانه خدا در آمده نان تقدیم را گرفته خورد و به همراهان خود نیز داد، و حالان که خوردن آن روا نبود جز برای کاهنان. و به آنها گفت: پسر آدم آقای شنبه نیز می باشد. یک روز شنبه دیگر او به کنیش در آمده تعلیم می داد و در آنجا مردی بود که دست راستش خشک شده بود. کتابدانان و فریسیان از پی او می پاییدند که شاید در روز شنبه شفا دهد تا که عیبی به گردن او بار کنند. و او اندیشه های آنها را پی برده و مردی دست خشک گفت: برخیز و در میان جا بایست. وی برخاست و ایستاد. و عیسی با آنها گفت: از شما میپرسم که در روز شنبه کدام کار جایز است؟ نیکی کردن یا بدی کردن؟ جان را نجات دادن یا هلاک کردن؟ و به همه آنها نظر افکنده به آن مرد گفت: دست خود را دراز کن. وی چنین کرد و دستش مثل دست دیگرش صحت شد. اما آنها بسیار در غضب شده با هم دیگر محاکمه می‌کردند که به عیسی چی کنند. در آن ایام او برای دعا گفتن به فراز کوه برآمد و تمام شب به خدا دعا گفت. وقتی که چشم روز گشاده شد، شاگردان خود را دعوت نموده از آنها 12 نفر را انتخاب کرد و با آنها نام حواریان را داد که اینهایند: شیمعون که او را پتروس نامید و برادرش اندریاس، یعقوب و یوحنا، فیلیپوس و برتلما، متی و توما، یعقوب ابن حلفای و شیمعون که لقبش غیور بود، یهودا ابن یعقوب و یهودای اسخریوت که بدتر تسلیم کننده او شد. و با آنها فرود آمده بر جای همواری ایستاد و شماره زیاد شاگردانش و مردم بسیاری از تمام یهودا و یروشلیم و سایل سور و سیدون جمع آمدند تا که کلام او را گوش کنند و از کسلی های خود شفا یابند. در بینشان همچنین گرفتاران ارواح پلید بودند و شفا می یافتند. و تمام ازدحام سعی و کوشش می کردند که او را لمس نمایند، چون که قوتی از او بیرون آمده همه را شفا می بخشید. و او به شاگردان خود چشم انداخته گفت: خوشا شما ای مسکینان،
زیرا که ملکوت خدا از آن شماست. خوشا شما که حالا گرسنه هستید، زیرا که سیر خواهید شد. خوشا شما که حالا گریان هستید، زیرا که خندان خواهید شد. خوشا شما وقتی که مردم به خاطر پسر آدم از شما نفرت نمایند و شما را دور کنند و دشنام دهند و نام شما را به بدی برآورده رد کنند. در آن روز شادی کنید و به وجد بیایید، زیرا که مکافات شما در آسمان بزرگ است. پدران آنها با انبیا همین طور رفتار کرده بودند. برعکس این، وای بر حال شما ای ثروتداران، زیرا که شما الکی تسلای خود را یافته اید. وای بر حال شما ای کسانی که حالا سیر هستید، زیرا که گرسنه خواهید ماند. وای بر حال شما ای کسانی که حالا خندان هستید، زیرا که ماتم خواهید گرفت و گریه خواهید کرد. وای بر حال شما وقتی که تمام مردم شما را تعریف کنند، زیرا که پدران آنها با انبیای کاذب همین طور رفتار کرده بودند. لیکن به شما ای شنوندگان میگویم، دشمنان خود را دوست بدارید، به نفرت کنندگان خود نیکی کنید، برای لعنت کنندگان خود برکت بخواهید و برای آزار دهندگان خود دعا گویید. هر که بر رخساره تو تارسکی زند، دیگرش را نیز سوی وی بگردان. و هر که جامه تو را کشیده گیرد، در گرفتن کرتت نیز به وی مانع نشو. هر که از تو چیزی طلب کند، به وی بده، و هر که چیزی تو را بگیرد، گشته دادنش را طلب نکن. و چه طوری از مردم میخواهید که به شما کنند، شما نیز به آنها همان طور کنید. و اگر کسانی را دوست دارید که شما را دوست می‌دارند، این چه احسان است از جانب شما؟ زیرا که گناهکاران نیز دوست دارندگان خود را دوست می‌دارند. و اگر به کسانی نیکی کنید که به شما نیکی می‌کنند، این چه احسان است از جانب شما؟ زیرا که گناهکاران نیز چنین می‌کنند. و اگر به کسانی قرض دهید که به گشته گرفتن از آنها امید دارید، این چه احسان است از جانب شما؟ زیرا که گناهکاران نیز به گناهکاران قرض می‌دهند تا که از آنها همان قدر گشته گیرند. لیکن شما دشمنان خود را دوست بدارید و نیکی کنید و قرض دهید، به آن که به تلافی آن امیدوار شوید و مکافات شما بزرگ خواهد بود و پسران حق تعالی خواهد بود، زیرا که او به ناسپاسان و بدان مهربان است. پس رحمدیل باشید چنان که پدر شما رحیم است. داوری نکنید و به داوری دچار نخواهید شد. محکوم نکنید و محکوم نخواهید شد. ببخشید و بخشیده خواهید شد. بدهید و به شما داده خواهد شد. به اندازه خوب جنبانیده و فشرده شده و لبریز به دامن شما خواهند ریخت. زیرا به کدام اندازه که چین کنید، به همان اندازه به شما چین کرده خواهد شد. و مثلی نیز به آنها گفت: آیا می تواند کوری به کوری دیگر راهنمایی کند؟ آیا هر دو در چاه نمی افتند؟ شاگرد از معلم خود اولا نیست، اما پس از تکمیل یافتن هم هر کس چون معلمش خواهد بود. چرا تو خسی را در چشم برادر خود می بینی ولی چوبی را در چشم خود در نمی یابی؟ یا چطور می توانی به برادر خود گویی ای برادر، اجازت ده خس را از چشم تو دور کنم، در صورتی که چوب را در چشم خود نمی بینی؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود دور کن و آنگاه درست خواهی دید که خس را از چشم برادر خود دور کنی. درختی خوبی نیست که میوه بد می آورده باشد و درختی بدی نیست که میوه خوب می آورده باشد، زیرا که هر درخت از میوه شناخته می شود. چون که از بوته آلوچه انجیر نمی گیرند و از مشخار انگور نمی چینند. شخص نیک از گنجینه نیکی دلش چیزی نیک بیرون می آورد و شخص بد از گنجینه بدی دلش چیزی بد بیرون می آورد.
زیرا که دهان وی از پوری دل سخن میگوید. چرا مرا خداوندا میگویید، ولی آنچه را که من میگویم به جا نمی آورید؟ هر که نزد من بیاید و سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، به شما میفهمانم که وی به کی مانند است. وی به کسی مانند است که خانه میساخت و زمین را چقور کنده، ته کرسی را بر سنگ گذاشت و هنگامی که سیل آمده آب نهر آن خانه را زیر کرد، آن را از جایش جنباندن نتوانست، چون که بر سنگ بینا شده بود. لیکن هر که بشنود و به جا نآورد، به کسی مانند است که خانه‌اش را بر روی خاک به ته کرسی بنا کرد و هنگامی که آب نهر آن را زیر کرد، در حال فرو رفت و خرابی آن خانه بزرگ بود. فصل 7. وقتی عیسی تمام این سخنان را به مردم گفت، به شهر کفرناهم رفت. سروانی در آنجا خادمی داشت که در نظرش بسیار گرامی بود. این خادم بیمار شد و نزدیک بود بمیرد. آن سروان درباره عیسی چیزهایی شنیده بود. پس عده‌ای از رهبران یهود را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و غلامش را شفا دهد. ایشان نزد عیسی آمدند و با اصرار و التماس گفتند: او سزاوار این لطف تو است، چون ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. عیسی با آنان به راه افتاد. وقتی به نزدیکی‌های خانه رسید، آن سروان دوستانی را با این پیغام فرستاد که: ای آقا، بیش از این به خود زحمت نده. من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه‌ام بیایی و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصاً به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد. زیرا من خود مأمور هستم و سربازانی هم تحت فرمان خود دارم و به یکی میگویم برو میرود و به دیگری بیا میآید و به غلامم میگویم فلان کار را بکن، البته میکند. عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد و به جمعیتی که پشت سرش می آمدن رو کرد و فرمود: بدانید که من حتی در اسرائیل همچنین ایمانی ندیدم. قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم و تندرست یافتند. فردای آن روز عیسی با شاگردان خود به اتفاق جمعیت زیادی به شهری به نام ناین رفت. همین که به دروازه شهر رسید، با تشییع جنازه‌ای روبرو شد. شخصی که مرده بود پسر یگانه یک بیوه‌زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود: دیگر گریه نکن. عیسی جلوتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند ایستادند. عیسی فرمود: ای جوان، به تو میگویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده گفتند: پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین میگفتند: خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد. خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر استان یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد. یحیی نیز به وسیله شاگردان خود از همه این امور باخبر شد. 2 نفر از ایشان را احضار کرد و آنها را با این پیغام پیش عیسی خداوند فرستاد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟ آن 2 نفر پیش عیسی آمدند و عرض کردند: یحیی تعمید دهنده ما را پیش تو فرستاده است تا بداند آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا باید منتظر دیگری باشیم؟ همان ساعت عیسی عده کثیری را که گرفتار ناخوشی‌ها، بلاها و ارواح پلید بودند شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشید.
بعد به ایشان پاسخ داد: بروید و آنچه را که دیده و شنیده اید به یحیی بگویید که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را از سر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که درباره من شک نکند. بعد از آن که قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او برای مردم شروع به صحبت کرد و گفت: وقتی به بیابان رفتید انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نی نیزاری که از باد می‌لرزد؟ برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با لباسهای حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی که لباسهای زیبا می‌پوشند و زندگانی پرتجملی دارند در قصرها به سر میبرند. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آری، بدانید از پیامبر هم بالاتر. او مردی است که کتاب مقدس دربارش می‌فرماید: این است قاصد من که پیشا پیش تو می‌فرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. همه مردم و جمله باجگیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر می‌کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول نکرده بودند، نقشه‌ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند. مردم این زمانه را به چه چیز میتوانم تشبیه کنم؟ آنان به چه میمانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار مینشینند و بر سر هم فریاد میکشند و میگویند: برای شما نی زدیم نرقصیدید، نوحه‌گری کردیم گریه نکردید. مقصود این است که یحیی تعمید دهنده آمد که نه نان میخورد و نه شراب مینوشید و شما میگفتید او دیو دارد. پسر انسان آمد، او هم میخورد و هم مینوشید و شما میگویید نگاه کنید، یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و خطاکاران. با وجود این درستی حکمت خداوند به وسیله کسانی که آن را پذیرفته‌اند به ثبوت میرسد. یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا دعوت کرد. او به خانه آن فریسی رفت و بر سر سفره نشست. در آن شهر زنی زندگی می‌کرد که رفتارش برخلاف اخلاق بود. چون او شنید که عیسی در خانه آن فریسی غذا می‌خورد، در گلابدانی سنگی روغنی معطر آورد. پشت سر عیسی و کنار پایهای او قرار گرفت و گریه می‌کرد. چون اشک‌هایش پاهای عیسی را تر کرد، آنها را با گیسوان خود خشک نمود و پاهای عیسی را می‌بوسید و با آنها روغن می‌مالید. وقتی میزبان یعنی آن فریسی این را دید، پیش خود گفت: اگر این مرد واقعاً پیامبر بود، می‌دانست این زنی که او را لمس می‌کند کیست و چطور زنی است. او یک زن بدکاره است. عیسی به فریسی گفت: شمعون، مطلبی دارم برایت بگویم. گفت: بفرما استاد. فرمود: 2 نفر از شخصی وام گرفته بودند. یکی به او 500 سکه نقره بدهکار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد: گمان می‌کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. عیسی فرمود: قضاوت تو درست است. و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود: این زن را می‌بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی. اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود خشک کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمی دارد. تو به سر من روغن نزدی،
اما او به پاهای من روغن معطر بالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می‌دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می‌نماید. بعد با آن زن فرمود گناهان تو بخشیده شده است. سایر مهمانان از یکدیگر می‌پرسیدند این کیست که حتی گناهان را هم می‌آمرزد؟ اما عیسی با آن زن فرمود ایمان تو را نجات داده است. به سلامت برو. لوقا باب 8. بعد از این او در شهرها و دیهات گشته موعظه می‌کرد و ملکوت خدا را بشارت می‌داد و با او آن 12 بودند. و همچنین بعضی زنانی که او از ارواح پلید و کسلی‌ها شفا داده بود، مریم که مجدلیه نامیده میشد و از وی 7 دیو بیرون رفته بود، و یوحنا همسری کوزا که دیوان بیگی هیرودوس بود، و سوسن و بسیاری دیگران که با دارایی خود به او خدمت می‌کردند. وقتی که مردم بسیار جمع شدند و از همه شهرها نزد او آمدن گرفتند، او مثل آورده گفت: کارنده برای کاریدن تخم بیرون رفت و چون تخم پاشید قدری در کنار راه افتاد و پایمال شد و مرغان هوا آن را خوردند. قدری بر سنگلاخ افتاد و سبزیده خوش شد چون که رطوبت نبود. قدری در میان خارها افتاد و خارها قد کشیده آن را پخش کردند. قدری در خاک نغز افتاد و سبزیده 100 برابر بار آورد. این را گفتن ندا کرد: هر که گوش شنوا دارد بشنود. و شاگردانش از او پرسیدند: معنای این مثل چیست؟ گفت: و شما دانستن اسرار ملکوت خدا عطا شده است، لیکن به دیگران با مثلها سخن میگویم، و طوری که آنها نگاه میکنند ولی نمی بینند و گوش میدهند ولی نمی فهمند. اینک معنای این مثل: تخم کلام خداست. افتاده در کنار راه کسانی می باشند که کلام را می شنوند، لیکن بعد ابلیس آمده آن را از دل آنها می رباید، مبادا آنها ایمان آورده نجات یابند. افتاده بر سنگلاخ کسانی می باشند که چون کلام را بشنوند با شادی قبول می کنند، لیکن ریشه ندارند و مدت ایمان دارند و در وقت آزمایش عقیب می روند. افتاده در میان خارها کسانی می باشند که کلام را می شنوند، ولی اندیشه ها، ثروت و کیف و صفای زندگی آنها را پخش می کند و آنها ثمری نمی آورند. و افتاده در خاک نغز کسانی می باشند که کلام را شنیده در دل نیک و پاک نگاه می دارند و با صبر ثمر می آورند. هیچ کس شمع را در گرانده با ظرف آن را نمی پوشد یا زیر کته نمی گذارد، بلکه بر شمعدان می ماند تا هر کی در آید روشنایی را ببیند. زیرا هیچ چیزی نهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیزی مخفی نباشد که معلوم و ظاهر نشود. پس احتیاط کنید که چطور می شنوید، زیرا هر کی دارد به وی داده شود و هر کی ندارد از وی آنچه نیست که گمان می کند داشته باشد گرفته شود. و مادر و برادرانش نزد او آمدند، ولی به سبب بسیاری مردم به او نزدیک شده نتوانستند و به او خبر داده گفتند: مادرت و برادرانت در بیرون استادند و میخواهند تو را ببینند. در جواب آنها گفت: مادرم و برادرانم آن کسانند که کلام خدا را میشنوند و به جا می آورند. روز او با شاگردان خود به قایق سوار شد و به آنها گفت: با آن کنار کل می گذاریم. و قایق را راندند. در اثنای راه او را خواب را بود و ناگاه تندباد شدیدی بر کول برخاست و قایق آنها از آب پر می شد و آنها در خطر بودند. و پیش آمده او را بیدار کردند و گفتند: استاد هلاک می شویم.
او برخاسته باد و غلیان آب را منع کرد و آنها قطع گردیدند و آرامی برقرار شد. به آنها گفت: ایمان شما کجاست؟ آنها با ترس و هراس و تعجب به یکدیگر گفتند: این کیست که به بادها و آب نیز امر می‌فرماید و آنها به او اطاعت می‌کنند؟ و آنها به سرزمین جدریان که در روبروی جلیل است رسیدند. وقتی که او به ساحل برآمد، مردی از اهل آن شهر به او روبرو شد که گرفتار دیوها بود. دیر وقت باز لباسی نمی پوشید و نه در خانه بلکه در میان قبرها زندگی می کرد. همین که عیسی را دید فریاد زده پیش او افتاد و با آوازی بلند گفت: تو را با من چی کار است عیسی پسر خدای تعالی؟ از تو التماس میکنم که مرا عذاب ندی. زیرا او به روح پلید امر فرموده بود که از این مرد بیرون رود، چون که وی مدتی دور و دراز او را عذاب میداد، به طوری که او را با زولانه و زنجیرها بسته نگاه می داشتند. لیکن او آن بندها را پاره می کرد و دیو او را به بیابانها می راند. عیسی از وی پرسید: نام تو چیست؟ گفت: لگیان. چون که دیوهای بسیار به درونش در آمده بودند و آنها از او التماس کردند که آنها را امر فرموده به هاویه نفرستد. در همان جا گله بزرگ خوکها در بالای کوه می چرید و دیوها التماس کردند که اجازت دهد به درون خوکها درآیند. او به آنها اجازت داد و دیوها از آن مرد بیرون شده و خوکها در آمدند و آن گله از بلندی یک بار به کوه جست و غرق شد. خوکبانان این واقعه را دیده دویده رفتند و در شهر و در دیهات نقل کردند. مردم برای دیدن این واقعه بیرون رفتند و نزد عیسی آمده آن مرد را که از درونش دیوها برآمده بودند دیدند که لباس در تن و عقلش سالم پیش پایهای عیسی نشسته است و هراسان شدند. و کسانی که واقعه را دیده بودند با آنها نقل کردند که آن دیوانه چگونه شفا یافت. و تمام مردم سرزمین جدریان از او التماس کردند که از پیش آنها برآمده رود، چون که ترس و هراسی عظیم آنها را فرا گرفته بود. و او به قایق سوار شده برگشت. آن مردی که از درونش دیوها برآمده بودند از او التماس کرد که با او باشد، لیکن او وی را به خانه‌اش فرستاده گفت: به خانه خود برگرد و آنچه را که خدا به تو کرده است نقل نما. وی روانه شده آنچه را که عیسی به وی کرده بود در تمام شهر موعظه نمود. وقتی که عیسی برگشت مردم او را پذیرایی کردند، چون که همه منتظر او بودند. و اینک مردی که یائیر نام داشت و سردار کنیشت بود آمده پیش پایهای عیسی افتاد و از او التماس کرد که به خانه وی بیاید، چون که دختری یگانه وی که تقریباً 12 ساله بود به حالت نزع رسیده بود. وقتی که او به آنجا می رفت مردم بسیاری از هر طرف او را فشار می دادند. و زنی که 12 سال باز گرفتار خونروی بوده تمام دارایی خود را به طبیبان صرف کرده بود، لیکن هیچ یکی وی را شفا دادن نتوانسته بود، از قفا نزدیک شده دامن او را لمس نمود و در حال خونروی وی قطع شد. و عیسی گفت: کیست که مرا لمس کرد؟ وقتی که همه این کار کردند پیتروس و آنهایی که با او بودند گفتند: ای استاد، مردم تو را احاطه نموده از هر طرف فشار می دهند و تو می گویی کیست که مرا لمس کرد؟ اما عیسی گفت: کسی مرا لمس کرده است، زیرا من حس کردم که قوتی از من بیرون رفت. آن زن چون دید
که نتوانست پنهان ماند، ترسان و لرزان آمده پیش او افتاد و در حضور تمام مردم گفت که از چی سبب او را لمس نمود و چگونه در حال شفا یافت. به وی گفت: دخترم، ایمانت تو را شفا بخشید و سلامتی برو. او هنوز سخن می گفت که کسی از خانه سرداری کنیشت آمده گفت: دخترت مرد، استاد را دیگر تشویش نده. اما عیسی این را شنیده به وی گفت: نترس، فقط ایمان آور و او نجات خواهد یافت. و هنگامی که به خانه رسید، جز پیتروس، یوحنا و یعقوب و پدر و مادر دختر هیچ کس را در آمدن نماند. همه برای وی گریه و نوحه می کردند، ولی او گفت: گریه نکنید، وی نمرده است بلکه خفته است. بر او خندیدند، زیرا می دانستند که وی مرده است. اما او همه را بیرون کرده و دست وی را گرفته ندا کرد: ای دختر، برخیز. و روحی وی برگشت، وی در حال برخاست و او فرمود که به وی خوراک دهند. پدر و مادر وی در حیرت ماندند و او به آنها فرمود که این واقعه را به هیچ کس نقل نکنند. لوقا باب 9. آن 12 را دعوت نموده بر همه دیوها و برای شفا دادن کسلی ها به آنها قوت و قدرت بخشید و آنها را فرستاد تا که ملکوت خدا را موعظه نمایند و بیماران را شفا دهند. به آنها گفت: برای راه چیزی نگیرید، نه عصای، نه تربه، نه نان، نه پول، و نباید 2 پیراهن داشته باشید. و به هر خانه که در آمدید در آنجا بمانید و از آنجا باز به راه درآیید. و اگر در یگان جا شما را قبول نکنند، وقتی که از آن شهر بیرون می روید، غبار پایهای خود را بیفشانید تا که شهادت بر آنها گردد. آنها رفتند و دیه به دیه گشته در همه جا بشارت می دادند و شفا می بخشیدند. وقتی که تیترار هیرودوس آوازه تمام عملیات او را شنوید، در حیرت افتاد، زیرا بعضی کسان می گفتند که یحیی از مردگان احیا شده است. دیگران می گفتند که الیاس ظاهر گردیده است. ولی بعضی دیگران می گفتند که یکی از انبیای قدیم احیا شده است. و هیرودوس گفت: من سر یحیی را از تنش جدا کردم. پس این کیست که درباره او چنین گپ‌ها را میشنوم؟ و میخواست او را ببیند. حواریان برگشته کارهای خود را به او نقل کردند و او آنها را علایده همراه خود گرفته به جای خلوتی رفت که در قریبی بیت سیدا نام شهری بود. اما مردم خبردار شده از عقیب او رفتند و او آنها را پذیرایی کرده با آنها درباره ملکوت خدا صحبت کرد و کسانی را که به شفا احتیاج داشتند شفا داد. بیگاه روزی نزدیک بود. آن 12 نزد او آمده گفتند: مردم را جواب ده تا که به قصبه و دیهات اطراف رفته منزل و خوراک برای خود پیدا کنند، چون که این جای ما یک جای خلوت است. به آنها گفت: شما به آنها خوراک دهید. گفتند: ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم. آیا رفته برای تمام این مردم خوراک بخریم؟ زیرا که آنها تقریباً 5000 مرد بودند. لیکن او به شاگردان خود گفت: آنها را دسته دسته 50 نفری شنانید. و چنین کردند و همه را شناندند. و او 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگریسته آنها را برکت داد
و پاره کرده به شاگردانش داد تا پیش مردم گذارند. همه خوردند و سیر شدند و از پاره های باقی مانده 12 سبد را پر کرده برداشتند. باره وقتی که او در جای خلوت دعا می گفت و شاگردانش با او بودند، او از آنها پرسید: مردم مرا کی می گویند؟ در جواب گفتند: بعضی می گویند که یحیای تعمید دهنده، بعضی می گویند که الیاسی و بعضی می گویند که یکی از انبیای قدیم احیا شده است. از آنها پرسید: شما مرا کی می گویید؟ پتروس در جواب گفت: مسیح خدا. و او به آنها فرمانی قطعی داد که این را به کسی نگویند و گفت که پسری آدم باید بسیار عذاب کشد و از طرف پیران و سرکاهنان و کتابدانان رد کرده و کشته شود و در روز سیوم احیا شود. و به همه گفت: اگر کسی خواهد از عقیب من بیاید، باید خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا پیروی نماید. زیرا هر که جان خود را رهانیدن خواهد، آن را برباد می دهد، و هر که جان خود را در راه من برباد دهد، آن را می رهاند. زیرا به آدم چی فایده دارد که اگر وی تمام دنیا را به دست آورد لیکن خود را تلف کند یا که به خود زیان رساند؟ زیرا هر که از من و سخنان من شرم کند، پسر آدم هنگامی که در جلال خود و در جلال پدر و فرشتگان مقدس می آید از وی شرم خواهد کرد. براستی به شما می گویم بعضی که در اینجا ایستادند تا ملکوت خدا را نبینند، مزه مرگ را نخواهند چشید. بعد از این گپ ها تقریباً 8 روز گذشته بود که پتروس یوحنا و یعقوب را با خود گرفته به کوه برای دعا گفتن برآمد و هنگامی که دعا می گفت چهره او دیگرگون شد و لباسش سفید درخشان گردید و اینک 2 مرد با او گفتگو می کردند که موسی و الیاس بودند. آنها در جلال ظاهر گردیده درباره عاقبت او که باید در یروشلیم به عمل آید سخن می راندند. اما پتروس و آنهایی را که با او بودند خواب ربوده بود و هنگامی که بیدار شدند جلال او را و آن 2 مرد را که با او ایستاده بودند دیدند. وقتی که موسی و الیاس از پیش او می رفتند، پتروس به عیسی گفت: ای استاد، در اینجا بودن ما نیکوست. پس 3 چادر می سازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی برای الیاس. و نمی دانست چی می گوید. هنوز و این سخن را می گفت که ابری پیدا شده بر آنها سایه انداخت و چون داخل ابر شدند به هراس افتادند و آوازی از درون ابر برآمد که می گفت: این است پسری محبوبی من، او را بشنوید. و آواز برآمدن زمان عیسی تنها ماند و آنها لب فرو بستند و از آنچه دیده بودند به هیچ کس در آن ایام گپ نزدند. روز دیگر وقتی که آنها از کوه فرو آمدند، مردم بسیاری او را پیشواز گرفتند و اینک مردی از بین مردم فریاد زده گفت: ای استاد، از تو التماس میکنم که به پسری من یک نظر اندازی، چون که وی فرزند یگانه من است. روح او را میگیرد و او ناگهان نعره میزند و سخت پیچ و تاب میخورد، به طوری که کفک از دهانش میبراید و او را تماما بی‌حال و بی‌مدار کرده به زور از او دست میکشد. از شاگردان تو التماس کردم که آن را بیرون کنند، لیکن نتوانستم. عیسی در جواب گفت:
ای نسل بی ایمان و کژرفتار، تا به کی با شما باشم و شما را طاقت کنم؟ پسرت را اینجا بیار. وقتی که وی نزدیک می آمد، دیو وی را به زمین غلطانده سخت پیچ و تاب داد. اما عیسی روح پلید را مذمت نمود و پسر را شفا داده به پدرش سپرد. و همه از بزرگی خدا در حیرت ماندند. و هنگامی که همه از همه کرده های عیسی تعجب می نمودند، او به شاگردان خود گفت: این سخنان را در گوش خود جا کنید. پسر آدم به دست آدمان تسلیم کرده خواهد شد. لیکن آنها این سخنان را نفهمیدند و آن از آنها پوشیده ماند، به طوری که آن را درک نکردند و ترسیدند که درباره این سخن از او بپرسند. و به میانه آنها فکری آمد که کدام از آنها بزرگتر است. عیسی اندیشه دل آنها را دریافته کودکی را گرفت و پیش خود به پا گذاشت و به آنها گفت: هر که این کودک را به اسم من قبول کند، مرا قبول می کند. و هر که مرا قبول کند، فرستنده مرا قبول می کند. زیرا هر که در بین شما از همه خردتر است، وی بزرگ خواهد بود. در عین حال یوحنا گفت: ای استاد، ما کسی را دیدیم که به اسم تو دیوها را بیرون می کرد و او را منع کردیم، چون که او همراه ما نمی گردد. عیسی به وی گفت: منع نکنید، زیرا هر که ضد شما نیست، وی طرفدار شماست. و چون ایام صعود او نزدیک می شد، او عزم سفری یروشلیم کرد و قاصدان را پیشاپیش خود فرستاد و آنها رفته وارد یک قصبه سامریان شدند تا که برای او تدارک کنند. اما او را پذیرایی نکردند، زیرا که او روی به جانب یروشلیم نهاده بود. شاگردان او یعقوب و یوحنا این را دیده گفتند: خداوندا، آیا میخواهی بگوییم که آتشی از آسمان آمده آنها را محو نماید، چنان که الیاس نیز کرده بود؟ اما او رو گردانده آنها را منع کرد و گفت: نمیدانید که شما به کدام روح منسوب هستید، زیرا که پسر آدم نه برای نابود کردن جانهای آدمان، بلکه برای نجات دادن آنها آمده است. و به قصبه دیگری رفتند و هنگامی که آنها در راه بودند، شخصی به او گفت: خداوندا، هر جا که روی تو را پیروی خواهم کرد. عیسی به وی گفت: روباهان لانه و مرغان هوا آشیانه دارند، لیکن پسر آدم جای ندارد که سر نهد. به دیگر گفت: مرا پیروی کن. وی گفت: خداوندا، به من اجازت ده که رفته اول پدر خود را دفن کنم. لیکن عیسی به وی گفت: بگذار مردگان خود را دفن کنند، اما تو رفته از ملکوت خدا بشارت ده. باز شخصی دیگر گفت: خداوندا، تو را پیروی خواهم کرد، لیکن اول به من اجازت ده که با اهل خانه خود خیر خوش کنم. لیکن عیسی به وی گفت: کسی که دستش را بالای آماچ مانده باشد و به عقیب نگاه کند، به ملکوت خدا لایق نیست. لوقا باب 10. بعد از این خداوند باز 70 نفری دیگر را برگزید و آنها را جفت جفت پیشاپیش خود به هر شهر و جایی که خودش رفتنی بود فرستاد و به آنها گفت: درو بسیار است، لیکن کارگران کم. پس شما از صاحب درو التماس کنید که به درو خود کارگر فرستاند. بروید، اینک شما را مانند برگان میان گرگان می فرستند. هیچ همیان تربه و چارق با خود نبرید و به هیچ کس در راه سلام نگویید.
به هر خانه‌ای که می‌دراید اول گویید سلام بر این خانه باد. اگر در آنجا پسری آسایشتگی باشد سلام شما بر وی قرار می‌گیرد وگرنه سوی شما برمیگردد. در همان خانه بمانید و از آنچه دارند بخورید و بنوشید، زیرا که مهنتکش سزاوار مزد خود است. از خانه به خانه نگذرید. اگر در شهری که میآیید شما را قبول کنند، از آنچه پیش شما میمانند بخورید و بیمارانی را که در آنجا هستند شفا دهید و با آنها بگویید ملکوت خدا به شما نزدیک شده است. و اگر در شهری که میآیید شما را قبول نکنند و کوچه های آن برآمده گویید حتی غباری را که از شهر شما بر ما نشسته است بر شما می افشانیم. لیکن بدانید که ملکوت خدا به شما نزدیک شده است. و شما می گویم که حالت سدوم در آن روز از حالت آن شهر سبکتر خواهد بود. وای بر حال تو ای کرازین، وای بر حال تو ای بیت سیدا. زیرا اگر معجزاتی که در شما ظاهر شد در سور و سیدون ظاهر می شد، کیها پلاس پوش و خاکستر نشین شده توبه می کردند. لیکن در روز داوری حالت سور و سیدون از حالت شما سبکتر خواهد بود. و تو ای کفرنهم که سر به آسمان افراخته ای، و دوزخ سرنگون خواهی شد. هر که شما را شنود مرا می شنود و هر که شما را رد کند مرا رد می کند و هر که مرا رد کند فرستنده مرا رد می کند. آن 70 با شادمانی برگشته گفتند خداوندا، دیوها نیز با ذکر اسم تو به ما اطاعت می کنند. با آنها گفت من شیطان را مثل برق از آسمان افتاده دیدم. اینک به شما قدرت می دهم که ماران و کژدمان و تمام قوت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما ضرر نخواهد رساند. اما از آن شاد نشوید که ارواح به شما اطاعت می کنند، بلکه از آن شاد باشید که نامهای شما در آسمان نوشته شده است. در همان ساعت عیسی از روح القدس به وجد آمده گفت تو را ای پدر، ای خداوندی آسمان و زمین ستایش میکنم که این چیزها را از خردمندان و عاقلان پنهان داشتی و به کودکان آشکار کردی. آره ای پدر، زیرا که حسن توجه تو چنین بود. و به شاگردان روی آورده گفت همه چیز را پدرم به من سپرده است و هیچ کس جز پدر نمیداند که پسر کیست و هیچ کس نمیداند که پدر کیست جز پسر و کسی که پسر بخواهد به وی آشکار کند. و الهیده به شاگردان خود روی آورده گفت خوشا چشمانی که آنچه را که شما دیده ایستاده اید میبینند، زیرا که به شما میگویم که بس انبیا و پادشاهان میخواستند آنچه را که شما میبینید ببینند و ندیدند و آنچه را که شما میشنوید بشنوند و نشنیدند. و اینک یک شریعتدان برخاست و او را آزمودنی شده گفت ای استاد، چی کنم که وارث حیات جاویدانی شوم؟ با وی گفت در تورات چی نوشته شده است و تو چطور میخوانی؟ در جواب گفت خداوند خدای خود را با تمام دل تو و با تمام جان تو و با تمام قوه تو و با تمام هوش تو دوست بدار و یار خود را مثل خود دوست بدار. با وی گفت درست جواب دادی، چنین بکن و خواهی زیست. ولی وی که میخواست خود را سفید کند به عیسی گفت پس یاری من کیست؟ عیسی در جواب گفت یک مرد که از یروشلیم به یریحو می رفت به دست دزدان افتاد. آنها لباسش را کشیدند، او را مجروح کردند و در حالت نیم مرده پرتافته رفتند. تصادفاً کاهن از آن راه روانه بود و او را دیده از پیشش گذشته رفت. همچنین مرد از سبط لیوی که در آنجا رهگذر بود نزدیک آمده او را دید و از پیشش گذشته رفت. اما یک شخص سامری که از آن راه می گذشت با او دوچار شده و احوال او را دیده دلش سوخت.
و نزدیک آمده به زخمهای او روغن و شراب ریخت و جراحت بندی کرد و او را به مرکب خود سوار کرده به کاروانسرای آورد و به او غمخواری نمود. و فردای آن پیش از رفتنش 2 دینار برآورده به صاحب کاروانسرای داد و به وی گفت: به این مرد نگاه بین بکن و اگر از این زیادتر خرج کنی هنگام برگشتنم به تو خواهم داد. پس به فکر تو کدام از این 3 نفر یار آن مرده بود که به دست دزدان افتاد؟ گفت: همان که به او مرحمت کرد. عیسی به وی گفت: برو و تو نیز چنین بکن. و در اثنای راه او وارد قصبه ای شد و زنی که مرتا نام داشت او را در خانه خود پذیرایی نمود. وی مریم نام خواهری داشت که پیش پایهای عیسی نشسته کلام او را گوش می کرد. لیکن مرتا به خدمتگزاری بند بود و نزدیک آمده گفت: خداوندا، آیا تو را پروایی نیست که خواهرم مرا واگذاشته است که تنها خدمت کنم؟ به وی بگوی که به من یاردم دهد. خداوند در جواب وی گفت: مرتا، مرتا، تو در خصوص چیزهای بسیار غمخواری و دوتاز میکنی، اما فقط یک چیز لازم است. مریم قسمت نیکو را برگزیده است که آن از وی کشیده گرفته نمی شود. لوقا باب 11. روز او در جای دعا می گفت و هنگامی که تمام کرد یکی از شاگردانش به او گفت: خداوندا، دعا گفتن را به ما یاد ده، چنان که یحیی نیز به شاگردانش یاد داده است. به آنها گفت: وقتی که دعا میگوید چنین بگوید: ای پدر ما که در آسمانی، اسم تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین هم به عمل آید. رزق و روزی ما را هر روز به ما بده و گناههای ما را بیامرز، زیرا که ما نیز به هر قرضدار خود می بخشیم و ما را به آزمایش دچار نکن، بلکه ما را از ابلیس رهایی ده. و به آنها گفت: فرضاً یکی از شما که دوست داشته باشد نصف شب پیش او آمده گوید: ای دوست، به من 3 تا نان قرض ده، زیرا که یک دوستم از راه نزد من در آمده است و من چیزی ندارم که پیشش بمانم. و او از درون در جواب وی گوید: مرا تشویش نده، در خانه هم بسته و بچه هایم با من در جاگه خوابیدند، نمیتوانم برخواسته به تو چیزی دهم. به شما میگویم که هر چند از روی دوستی برخواسته به وی ندهد هم، لیکن به سبب شلقینی وی برخواسته هر قدر که پرسد به وی خواهد داد. و من به شما میگویم: بطلبید و شما داده خواهد شد، بجویید خواهید یافت، در را بکوبید آن بر رویتان گشاده خواهد شد. زیرا هر که بطلبد میگیرد و هر که بجوید مییابد و هر که در را بکوبد آن بر رویش گشاده می شود. و کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان بطلبد و سنگ به وی بدهد؟ یا ماهی بطلبد و او به جای ماهی ماری به وی بدهد؟ یا اگر تخم بطلبد کژدمی به وی بدهد؟ پس اگر شما که شریر هستید و فرزندان خود دادن انعامهای نیک را میدانسته باشید، پس پدر شما که در آسمان است چند مراتب زیادتر به آنهایی که از او میطلبند روح القدس را خواهد داد. بار او یک دیو را که گنگ بود بیرون کرد و هنگامی که دیو بیرون شد گنگ به گپ در آمد و مردم در حیرت ماندند. لیکن بعضی از آنها گفتند: او دیوها را با واسطه بال، زبول، کلان دیوها بیرون می کند. و دیگران آزمودنی شده از او علامت آسمانی طلب می کردند. ولی او فکر و خیال آنها را دریافته به آنها گفت: هر سلطنتی که بر ضد خود از هم جدا شود رو به خرابی می آورد و هر خانه‌ای که از هم جدا شود فرو می غلطد.
و اگر شیطان نیز از هم جدا شود، سلطنت وی چگونه استوار ایستاده میتواند؟ زیرا شما میگویید که من دیوها را به واسطه بألزبول بیرون میکنم. اگر من دیوها را به واسطه بألزبول بیرون میکرده باشم، پسران شما آنها را به واسطه کی بیرون میکنند؟ بنابراین آنها داور شما خواهند شد. لیکن اگر من دیوها را با انگشت خدا بیرون میکرده باشم، پس ملکوت خدا به شما آمده رسیده است. وقتی که مرد پرزور خانه خود را با یراق نگاهبانی میکند، دارایی وی در امان است. ولی وقتی که شخصی از وی پرزورتر به وی هجوم کرده غالب میبراید، آنگاه تمام یراق وی را که به آن امید بسته بود کشیده میگیرد و دارایی وی را به تاراج میدهد. هر که با من نیست با من مقابل است و هر که با من جمع نمی کند وی پراکنده می کند. وقتی که روح پلید از آدم بیرون می آید، در جستجوی راحت در جایهای بی آب گردش می کند و چون نیافت می گوید و خانه خود که از آن بیرون آمدم بر می گردم و گشته آمده آن را جارب زده و آراسته می یابد. آنگاه رفته 7 روح دیگری از خودش بدتر را همراه خود می آورد و داخل شده در آنجا زندگی می کنند و انجام آن شخص بدتر از اولش می شود. هنگامی که او این سخنان را می گفت، یک زن از بین مردم آوازش را بلند کرده و او گفت: خوشا شکمی که تو را حمل کرده است و پیستانهایی که تو را شیر داده است. لیکن او گفت: خوشا آنهایی که کلام خدا را می شنوند و آن را رعایت می کنند. وقتی که مردم بیشتر جمع آمدن گرفتند، او به سخن آغاز کرده گفت: این نسل شریر است. وی علامت می طلبد و به وی جز علامت یونس نبی علامت دادن نخواهد شد. زیرا چنان که یونس علامت برای مردم نینوه بود، همچنین پسر آدم نیز برای این نسل خواهد بود. ملکه جنوب در روز داوری با مردم این نسل برخاسته آنها را محکوم خواهد کرد. زیرا که وی برای شنیدن حکمت سلیمان از اقصای زمین آمد و اینک در اینجا از سلیمان بزرگتر است. مردم نینوه در روز داوری با این نسل برخاسته آن را محکوم خواهند کرد، زیرا که آنها از موعظه یونس توبه کردند و اینک در اینجا از یونس بزرگتر است. هیچ کس شمع را در گرانده در جای نهان یا در زیر ظرف نمی گذارد، بلکه بر شمعدان می گذارد تا آنهایی که به خانه می درآیند روشنایی را ببینند. چراغ بدن چشم است. پس اگر چشمت سالم باشد، تمام بدنت نیز روشن خواهد بود. اما اگر آن خیره باشد، بدنت نیز تاریک خواهد بود. پس حذر نما، مبادا نوری که در توست ظلمات باشد. ولی اگر بدنت کاملا روشن بوده، هیچ یک قسمی تاریک نداشته باشد، آن تماما نورانی خواهد بود و مانند آن که چراغ با درخش خود تو را منور کرده باشد. وقتی که او این سخنان را گفت، یک فریسی او را به خانه خود به خوراک دعوت کرد. او آمده نزد سفره نشست. فریسی چون دید که او پیش از خوراک دست نشست، متعجب شد. لیکن خداوند به وی گفت: حالا شما فریسیان بیرون پیاله و طبق را تازه می کنید، اما درون شما از دزدی و شرارت پر است. ای بیعقلان، آیا همان که بیرون را آفریده است درون را نیز نآفریده است؟ بهتر است که از آن چی دارید صدقه دهید، آنگاه همه چیز برای شما تازه خواهد بود. اما وای بر حال شما ای فریسیان که از نعنا، صداب و هر نوع سبزوات عشر می دهید، ولی به عدالت و محبت خدا به اعتنایی می کنید. می بایست آنها را بجا آورده اینها را نیز ترک نمی کردید. وای بر حال شما ای فریسیان که دوست می دارید در کنشتا بالانشین باشید و در کوچه و بازارها سلام و تبریک ها بشنوید. وای بر حال شما ای کتابدانان و فریسیان ریاکار که شما به قبرهای از نظر پنهان مانند هستید، که مردم در بالای آنها راه می روند
و این را نمی دانند. در جواب یکی از شریعت دانان به او گفت: ای استاد، با این سخنانت ما را نیز تحقیر میکنی. اما او گفت: وای بر حال شما نیز ای شریعت دانان که بارهای دشوار را بر دوش مردم میگذارید، لیکن خودتان یک انگشت را هم به آن بارها نمی رسانید. وای بر حال شما که مقبره های انبیا را بنا می کنید و حالان که پدران شما آنها را کشتند. با همین شما شاهد و شریک اعمال پدران خود می گردید، زیرا که آنها انبیا را کشتند و شما مقبره هاشان را بنا می کنید. برای همین هم حکمت خدا گفته است: و نزدشان انبیا و حواریان را می فرستم و از آنها بعضی را خواهند کشت و بعضی را تعقیب خواهند کرد، تا که خون تمام انبیا که از اول آفرینش جهان ریخته شده است به گردن این نسل گذاشته شود. از خون هابیل تا خون زکریا که وی در میان قربانگاه و معبد کشته شده است. آره، و شما میگویم که آن به گردن این نسل گذاشته خواهد شد. وای بر حال شما ای شریعت دانان که شما کلید دانش را گرفته اید، خودتان ندر آمدید و با آنهایی که در آمدن میخواستند مانع شدید. وقتی که او این سخنان را به آنها می گفت، کتابدانان و فریسیان با شدت او را فشار داده باز بسیار چیزها را از او پرسیدن گرفتند و منتظر بودند تا که از زبانش چیزی بشنوند و او را عیبدار کنند. لوقا باب 12. در این میان وقتی که هزاران آدمان جمع آمدند به طوری که یکدیگر را فشار می دادند، او به سخن آغاز نموده اول به شاگردان خود گفت: از خمیر تروش فریسیان که ریاکاری است حذر کنید. هیچ چیزی نهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیزی مخفی نیست که معلوم نشود. بنابراین آنچه شما در تاریکی گفته اید در روشنایی شنیده خواهد شد و آنچه شما در خانه به گوش گفته اید در بالای بام ها اعلان کرده خواهد شد. و من به شما ای دوستانم میگویم: از کشندگان جسم که قادر نیستند بعد از آن یگان کاری دیگری بکنند نترسید، لیکن به شما نشان میدیم که از کی ترسیدن لازم است. از او هراسان باشید که بعد از کشتن قادر است به دوزخ اندازد. آره، به شما میگویم که از او ترسید. آیا 5 گنجشک به 2 فلوس فروخته نمی شود و یگان تای آنها از نظر خدا نمی افتد؟ و حتی همه مویهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از بسیار گنجشکان برتری دارید. و من به شما میگویم: هر که مرا در نزد مردم اعتراف کند، پسر آدم نیز وی را در نزد فرشتگان خدا اعتراف خواهد کرد. لیکن هر که مرا در نزد مردم انکار کند، وی در نزد فرشتگان خدا انکار کرده خواهد شد. و هر که بر ضد پسر آدم سخن گوید، به وی آمرزیده می شود. لیکن هر که بر ضد روح القدس کفر گوید، به وی آمرزیده نخواهد شد. هرگاه شما را به کنشت‌ها و نزد سرداران و حاکمان برند، اندیشه نکنید که چگونه یا چی جوابی باید بدهید و یا چی سخنی باید بگویید، زیرا که در آن ساعت روح القدس شما را تعلیم خواهد داد که چی باید گفت. شخصی از میان مردم به او گفت: ای استاد، به برادرم بگوی که میراث را با من تقسیم کند. به وی گفت: ای آدمیزاد، کی مرا بر شما قاضی یا حکم تعیین کرده است؟ و به آنها گفت: زنهار از طمعکاری حذر کنید، زیرا که حیات آدم به فراوانی دارایی وی وابسته نیست. و مثلی به آنها گفت: کیزار یک مرد ثروتدار حاصل فراوان آورد و در دل خود اندیشه کرده گفت: چی کنم مادامی که برای انبار کردن حاصلات خود جای ندارم؟ و گفت: چنین میکنم، انبارهای خود را ویران کرده کلانترش را بنا میکنم
و در آنجا تمام غله‌دانه و تمام دارایی خود را جمع می آورم و به جان خود می گویم ای جان من، دارایی بسیار برای چندین سال داری، فراغت کن، بخور، بنوش و دماغ چاقی کن. ولی خدا به وی گفت ای نادان، خود امشب جانت را از تو طلب می کنم، پس آنچه ذخیره کردی نصیب کی می شود؟ چنین است حال کسی که برای خود گنج شاغل می کند ولی پیش خدا ثروت ندارد. و او به شاگردانش گفت بنابراین به شما می گویم برای حیات خود غمخواری نکنید که چی بخورید، نیز برای جسم خود که چی بپوشید. حیات از خوراک و جسم از پوشاک مهمتر است. به زاغان نگاه کنید، آنها نمی کارند، نمی دروند، نه گنجینه دارند، نه انباره و خدا به آنها روزی می رساند. پس شما از پرندگان چقدر بیشتر ارزنده هستید. و کیست از شما که با غمخواری خود قامتش را 1 ذراع بلند کرده تواند؟ پس اگر شما زهده چنین کار خردترین برآمده نتوانید، چرا به دیگرش غمخواری میکنید؟ به سوسنها نظر کنید که چگونه نشأ و نما مییابند، نه مهنت میکنند و نه میریسند. لیکن به شما میگویم که سلیمان هم با تمام جلال خود چون یکی از آنها لباس نپوشیده است. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز است و فردا به تنور انداخته می شود چونین بپوشاند، شما را ای سست ایمانها چقدر از آن بهتر پوشانده می تواند. و شما در جستجوی آن نباشید که چی بخورید یا چی بپوشید و از غم آسوده باشید، چون که قومهای جهان در جستجوی همه این چیزها می باشند. لیکن پدر شما می داند که شما به این چیزها احتیاج دارید. بلکه ملکوت خدا را بطلبید و همه این برای شما علاوه خواهد شد. نترس ای رمه خورد، زیرا که پدر شما توجه نموده است که ملکوت را به شما عطا کند. دارایی خود را بفروشید و صدقه دهید، برای خود همیانهای کهنه نشونده گنج بی پایان در آسمان مهیا سازید که دوست به آن نزدیک نمی شود و کویه آن را نمی زند. زیرا هر جا که گنج شماست دل شما نیز در آنجا خواهد بود. کمرهاتان بسته و چراغ‌هاتان فروزان باشد و خودتان مانند کسانی باشد که به آقای خود انتظاری دارند تا که هنگام از توی عروسی آمده در را کفتنش در حال برایش واز کنند. خوشا همان غلامانی که آقایشان در وقت آمدنش آنها را بیدار می یابد. براستی به شما می گویم که وی کمر خود را بسته آنها را نزد سفره خواهد چناند و پیش آمده با آنها خدمت خواهد کرد. و اگر در پاس دوم و در پاس سیوم شب آمده آنها را چنین یابد، خوشا آن غلامان. لیکن همین را شما می دانید که اگر صاحب خانه می دانست که در کدام ساعت دوست می آید، بیدار ماندن نمی گذاشت که به خانه اش نقب زند. پس شما نیز تیار باشید، زیرا در ساعتی که گمان ندارید پسر آدم می آید. پتروس گفت خداوندا، آیا این مثل را برای ما گفتی یا برای همه؟ خداوند گفت کیست آن گماشته معتمد و دانا که آقایش وی را بر خدمتگاران خود تعیین کرده باشد تا که به آنها در سر وقت خوراک دهد؟ خوش آن غلامی که آقایش آمده وی را مشغول همین کار یابد. براستی به شما میگویم که وی را بر تمام دارایی خود تعیین خواهد کرد. لیکن اگر آن غلام در دل خود گوید که آقای من به زودی نمی آید و به زدن غلامان و کنیزان و به خوردن و نوشیدن و مست شدن شروع کند، آقای آن غلام در روزی که او منتظر نیست و در ساعتی که گمان ندارد خواهد آمد و او را 2 پاره کرده قسمتش را به خائنان برابر خواهد کرد. و آن غلام که اراده آقای خود را می دانست ولی تیار نشد و موافق اراده وی عمل نکرد، شته بسیاری خواهد خورد. اما آن که نمی دانست و کارهای سزاوار جزا کرد، کمتر شته خواهد خورد.
به هر کسی که بسیار عطا شده باشد از وی بسیار طلب کرده می شود و به هر کسی که امانت بسیار سپرده شده باشد از وی بسیارتر طلب می کنند. من آمدم تا که آتش بر زمین فرود آورم و خیلی اشتیاقمندم که آن حالا فروزان شود. مرا تعمیدی در پیش است، تعمیدی که باید بیابم و چقدر در اضطراب هستم تا دمی که این به عمل آید. آیا شما گمان میکنید که من آمدم تا آسایشتگی بر زمین بیارم؟ نه، میگویم به شما، بلکه برای آنکه جدایی بیارم. زیرا که من بعد 5 نفر در یک خانه از هم جدا خواهند بود، 3 از 2 و 2 از 3، پدر از پسر و پسر از پدر، مادر از دختر و دختر از مادر، مادرشو از کلین و کلین از مادرشو جدا خواهد بود. به مردم نیز گفت: وقتی که ابری از غرب پیدا شده را میبینید در حال میگویید باران خواهد بارید و چنین میشود. و هنگامی که باد جنوبی میوزد میگویید گرما خواهد آمد و می آید. ای ریاکاران، قیافه زمین و آسمان را شناخته میتوانید، پس چگونه این زمان را شناخته نمیتوانید؟ پس چرا شما از پیش خود حکم نمی کنید که عدالت چیست؟ وقتی که تو با دعواگر خود نزد سرداران می روی، در اثنای راه سعی و کوشش نما که از وی خلاص شوی، تا که وی تو را نزد قاضی نبرد و قاضی تو را به ملازم نسپارد و ملازم تو را به زندان نه اندازد. و تو می گویم که تا فلوس آخرین را ادا نکنی از آنجا بیرون نخواهی رفت. لوقا باب 13. در همین وقت بعضی ها آمده به او درباره جلیلیانی نقل کردند که خون آنها را پیلاتوس با قربانی های آنها آمیخته است. عیسی در جواب آنها گفت: آیا گمان میکنید که این جلیلیان از همه جلیلیان زیادتر گناهکار بودند که چنین عذاب کشیدند؟ نه، میگویم به شما، لیکن اگر توبه نکنید همه‌تان همین طور نابود خواهید شد. و آیا گمان میکنید که آن 18 آدم که برج شیلوه به بالایشان افتاده آنها را نابود کرده بود از همه ساکنان یروشلیم زیادتر عیبدار بودند؟ نه، میگویم به شما، لیکن اگر توبه نکنید همه‌تان همین طور نابود خواهید شد. و چنین مثل گفت: شخصی در تاگزار خود درخت انجیر شنانده بود و آمد تا که میوه از آن پیدا کند، ولی چیزی نیافت. و به تاگدار گفت: اینک 3 سال باز من می آیم تا که از این درخت انجیر میوه پیدا کنم، ولی چیزی نمیابم. آن را ببر، برای چی زمین را بیهوده بند کند؟ اما وی در جواب گفت: ای آقا، امسال هم آن را بمان تا که گردش را کنده نوری اندازم. شاید بار آورد و اگر نآورد سال آینده آن را میبری. در یکی از کنیشت‌ها او روز شنبه تعلیم میداد و اینک زنی 18 سال باز گرفتاری روحی ضعف بود. وی قد خمیده بود و قامتش را راست کردن نمیتوانست. عیسی چون وی را دید وی را صدا کرده گفت: ای زن، از رنجوری خود خلاص میشوی. و دستهای خود را بر وی گذاشت. وی در حال قامت راست کرد و خدا را حمد و ثنا خواند. سردار کنیش چون دید که عیسی در روز شنبه شفا داد، در غضب شده به مردم گفت: 6 روز هست که در آنها کار باید کرد. در همان روزها آمده شفا یابید، نه اینکه در روز شنبه. خداوند در جواب وی گفت: ای ریاکار، آیا هر یک از شما گاو یا خر خود را در روز شنبه از آخر واس کرده برای آب دادن نمیبرد؟ و این دختر ابراهیم را که شیطان 18 سال باز بسته بود، آیا در روز شنبه از آن بندهایش خلاص کردن لازم نبود؟ وقتی که او این سخنان را گفت، همه مخالفانش در خجالت ماندند و تمام مردم از همه کارهای عجایب او شاد بودند. و او گفت: ملکوت خدا به چی مانند است؟
و آن را به چی مانند کنم؟ آن مثل دانه خردل است که کسی آن را گرفته در باغ خود پرتافت و آن نمو کرده درخت کلان شد و مرغان هوا در شاخه هایش آشیانه ساختند. باز گفت: ملکوت خدا را به چی مانند کنم؟ آن مانند خمیر تروش است که زن آن را گرفته به 3 چینک آرد انداخت تا که تمام خمیر رسید. و او در شهرها و دیهات گشته تعلیم می‌داد، در حالتی که راه یروشلیم را پیش گرفته بود. کسی به او سوال داده گفت: خداوندا، نخواد که شماره نجات یابندگان کم است؟ به آنها گفت: سعی و کوشش کنید که از در تنگ داخل شوید، زیرا به شما میگویم که بسیار کسان به داخل شدن جد و جهد خواهند کرد، لیکن نخواهند توانست. وقتی که صاحب خانه برخاسته در را بندد، شما در بیرون ایستاده در را میکوبید و میگویید: خداوندا، خداوندا، به ما واز کن. ولی او در جواب شما خواهد گفت: شما را نمیشناسم که از کجا هستید. آنگاه خواهد گفت: ما پیش تو خوردیم و نوشیدیم و در کوچه های ما تو تعلیم دادی. لیکن او خواهد گفت: و شما میگویم شما را نمیشناسم که از کجا هستید. همه از من دور شوید ای بدکاران. در آنجا گریه و غژیراس دندان خواهد بود، چون ابراهیم، اسحاق و یعقوب و تمام انبیا را در ملکوت خدا ببینید، ولی خودتان به در رانده شده باشید و از شرق و غرب و شمال و جنوب آمده در ملکوت خدا خواهند نشست. و اینک آخرین ها هستند که اولین خواهند شد و اولین ها هستند که آخرین خواهند شد. در همان روز بعضی از فریسیان آمده به او گفتند: برو و از اینجا برو، زیرا که هرودوس میخواهد تو را به قتل رساند. به آنها گفت: بروید و به آن روباه بگویید: اینک امروز و فردا دیوها را بیرون میکنم و بیماران را شفا میدهم و در روز سیوم سرانجام خواهم یافت. لیکن مرا لازم است که امروز، فردا و پس فردا راه روم، زیرا ممکن نیست که نبی بیرون از یروشلیم بمیرد. ای یروشلیم، یروشلیم که انبیا را میکشی و آنهایی را که نزد تو فرستاده شدند سنگسار میکنی. چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مانند ماکیانی که چوجه های خود را زیر بالش جمع میکند و شما نخواستید. اینک خانه شما به شما ویران گذاشته میشد. و شما میگویم که مرا دیگر نخواهید دید تا دمی که بگویید: مبارک است آن که به اسم خداوند می آید. لوقا باب 14. یک روز شنبه او به خانه یکی از سرداران فریسیان برای خوراک خوردن آمد و آنها او را مشاهده می کردند. و اینک مردی پیش او آمد که گرفتاری بیماری استسقا بود. عیسی به شریعتدانان و فریسیان رو آورده گفت: آیا در روز شنبه شفا دادن جایز است یا نه؟ آنها خاموش ماندند و او آن مرد را لمس نموده شفا بخشید و فرستاد و به آنها گفت: کیست از شما که خرش یا گاوش به درون چاه افتاده باشد در حال آن را در روز شنبه بیرون نآورد؟ به این گپ ایرادی گرفتن نتوانستند، چون او پیخست نمود که دعوت شدگان برای نشستن خود پیشگاه را انتخاب می کنند. به آنها مثلی گفت: وقتی که کسی تو را به توی عروسی دعوت می نماید در پیشگاه ننشین، مبادا در میان دعوت شدگان شخصی از تو محترمتری باشد و آن کسی که تو را و او را دعوت نموده است نزد تو بیاید و گوید: جای خود را به او بده، و آنگاه با خجالت در پایین خانه جای گرفتنت لازم می شود. بلکه اگر تو را دعوت کرده باشند آمده در پایین خانه بنشین تا آن کسی که تو را دعوت نموده است نزد تو بیاید و گوید: ای دوست، بالاتر بنشین.
آنگاه تو را پیش همنشینانت احترامی خواهد بود. زیرا هر که خود را بلند کند پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد. و به آن کسی که او را دعوت نموده بود گفت: وقتی که خوراک پیشینی یا خوراک بیگاهی تشکیل میکنی، دوستان یا برادران یا خویشان یا همسایگان ثروتدار خود را دعوت نکن، مبادا آنها نیز تو را دعوت نمایند و مکافات تو داده شود. بلکه چون ضیافت میدهی، مسکینان، معیوبان، شلان و کوران را دعوت نما و تو خوشبخت خواهی بود که آنها امکانیت ندارند مکافات به تو بدهند، زیرا که در روز احیای عادلان مکافات به تو عطا خواهد شد. یکی از آنهایی که با او نزد سفره نشسته بودند این سخنان را شنیده با او گفت: خوشا کسی که در ملکوت خدا خوراک خورد. و او با وی گفت: شخص ضیافت کلان تشکیل کرده بسیار کسان را دعوت نمود. چون وقت ضیافت رسید، غلام خود را فرستاد تا که به دعوت شدگان گوید: بیایید، زیرا که همه چیز تیار است. و همه گویا که زبان یک کرده باشند با عذرخواهی سر کردند. اولین با وی گفت: من زمین خریدم و رفته آن را دیدنم لازم است. از تو خواهشمندم که مرا معذور داری. دیگری گفت: من 5 جفت برزگاو خریدم و می روم که آنها را بسنجم. از تو خواهشمندم که مرا معذور داری. سومین گفت: من زن گرفتم و به این سبب نمی توانم بیایم. و آن غلام آمده این را به آقای خود خبر داد. آنگاه صاحب خانه در غضب شده به غلام خود گفت: زود به کوچه و پس کوچه های شهر برا و مسکینان، معیوبان، شلان و کوران را به اینجا بیار. و غلام گفت: ای آقا، آنچه گفتی اجرا شد و باز جای هست. و آقا به غلام گفت: و سر راه ها و کوچه باغ ها برآمده مردم را به آمدن رضا کن تا که خانه من پر شود. زیرا به شما میگویم که هیچ یکی از آن شخصان دعوت شده خوراک مرا نخواهد چشید. زیرا که دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم. با او مردمی بسیاری روانه بودند و او به آنها رو آورده گفت: اگر کسی نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزندان، برادران و خواهران و همچنین از جان خود نفرت نکند، وی نمی تواند شاگرد من باشد. و هر کی صلیب خود را برداشته مرا پیروی نمی کند، نمی تواند شاگرد من باشد. زیرا که ایست از شما که برج ساختنی شده، اول نشسته خرج آن را حساب نکند که آیا او امکانیتی به انجام رساندن آن را دارد، که مبادا بعد از نهادن ته کرسی آن به تمام کردنش قوت او نرسد و همه کسانی که این را می بینند او را تمسخر کنند و گویند: این شخص به ساختن شروع نمود و به تمام کردن قوتش نرسید. یا کدام پادشاه است که به مقابل پادشاه دیگر به جنگ در آمدنی شده اول نشسته مصلحت نکند که آیا با 10,000 عسکر قادر است به کسی مقاومت نماید که با 20,000 عسکر بر ضد او می آید؟ وگرنه هنوز که وی دور است، نزد وی الچی فرستاده صلح می طلبد. همچنین هر یکی از شما اگر از تمام دارایی خود دست نکشد، نمی تواند شاگرد من باشد. نمک خوب است، لیکن اگر نمک قوتش را گم کند، به کدام چیز باز نمکین شود؟ نه برای زمین کار می آید، نه برای نوری، آن را برآورده می پرتایند. هر که گوش شنوا دارد بشنود. لوقا باب 15. همه باجگیران و گناهکاران نزد او می آمدند تا که سخنان او را گوش کنند. ولی فریسیان و کتابدانان شکوه کنان می گفتند: او گناهکاران را پذیرایی می کند و با آنها خوراک می خورد. و او با آنها این مثل را گفت: کیست از شما که 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند،
آن 99 را در بیابان گذاشته از عقب آن گم شده نمی رود تا دمی که آن را بیابد و چون یافت با شادی آن را بر کتف خود می گذارد و به خانه خود آمده دوستان و همسایگان را جیغ می زند و به آنها می گوید با من شادی کنید که گوسفند گم شده خود را یافتم. و شما می گویم که در آسمان برای یک گناهگاری که توبه می کند شادی زیادتر خواهد بود نظر به 99 عادلی که به توبه احتیاج ندارند. یا کدام زن است که 10 درهم داشته باشد و 1 درهم را گم کرده شمع در نگیراند و خانه را روفته با دقت جستجو نکند تا دمی که آن را بیابد و چون یافت دوستان و همسایگان خود را جیغ زده می گوید با من شادی کنید که درهمی گم شده خود را یافتم. و شما می گویم که در میان فرشتگان خدا برای یک گناهگاری که توبه می کند همین طور شادی می شود. باز گفت شخص 2 پسر داشت و خردی آنها به پدر گفت ای پدر آن قسم مال و ملک را که باید به من رسد به من ده. و پدر دارایی خود را به آنها تقسیم کرد. بعد از چند روز پسر خردی هر آنچه داشت جمع کرده به کشور دوردستی رفت و در آنجا دارایی خود را در عیش و نوش اسراف نمود. وقتی که همش را صرف کرد قحطی سختی در آن کشور روی داد و او به محتاجی دچار شد و رفته خدمتگار یکی از ساکنان آن کشور شد که وی او را به صحرای خود فرستاد تا که خوکبانی کند و او آرزو داشت شکم خود را از خرنوبی که خوکان می‌خوردند پر کند لیکن هیچ کس آن را به او نمی‌داد. عاقبت او به خود آمده گفت چقدری از مزدوران پدرم نان فراوان دارند اما من در اینجا از گرسنگی به هلاکت می‌رسم. برخاسته نزد پدرم می‌روم و به وی می‌گویم ای پدر من پیش آسمان و پیش تو گناه کردم و دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدورانت قبول کن. و او برخاسته سوی پدرش روانه شد و هنوز او خیلی دور بود که پدرش او را دیده رحمش آمد و تازان رفته او را به آغوش کشید و بوسید. و پسر به وی گفت ای پدر من پیش آسمان و پیش تو گناه کردم و دیگر لایق آن نیستم که پسری تو خوانده شوم. اما پدر به غلامان خود گفت لباس بهترینی آورده به او بپوشانید و انگشترین به دستش و موزه به پایهایش بدهید و گساله آخری را آورده سر برید بخوریم و دماغ چاقی کنیم. زیرا که این پسرم مرده بود و زنده شد گم شده بود و یافت شد و به دماغ چاقی شروع کردند. لیکن پسر کلانی وی در صحرا بود و هنگامی که برگشته به خانه نزدیک شد صداهای سرود و سرور به گوشش رسید و یکی از خدمتگاران را جیغ زده پرسید که این چی معنا دارد. وی به او گفت برادرت آمد و پدرت گساله آخری را سر برید چون که او را صحت سلامت دید. او به خشم آمده نخواست به خانه درآید و پدرش برآمده او را جیغ زد. اما او در جواب پدرش گفت اینک چندین سال است که من به تو خدمت میکنم و هرگز از فرمان تو گردن نتافتم ولی تو هرگز به من یک بزغاله هم نداده ای تا که با دوستان خود دماغ چاقی کنم. و چون این پسرت که دارایی تو را به فاحشه ها برباد داده است گشته آمد تو برای وی گساله آخری را سر بریده ای. با او گفت پسرم تو همیشه با من هستی و هر آنچه من دارم از آن توست. اما با آن میبایست شادی و دماغ چاقی میکردیم که این برادرت مرده بود و زنده شد گم شده بود و یافت شد. لوقا باب 16. به شاگردان خود نیز گفت یک مرد ثروتدار بود که عملداری داشت و در حق وی به او شکایت کردند که مال و ملک او را اسراف می نماید. وی را جیغ زده گفت این چیز که در حق تو شنیدم از عملیات خود حسابات ده زیرا که دیگر نمی توانی عملدار باشی. آن عملدار در دل خود گفت چی کنم؟ آقایم مرا از وظیفه محروم می سازد
از عهده کلانزنی نمی برایم. از گدایی شرم می کنم. می دانم چی کنم تا که مردم هنگامی از وظیفه محروم شدنم مرا در خانه های خود پذیرایی کنند. و هر یکی از قرضداران آقای خود را به تنهایی جیغ زده به یکمین گفت: تو از آقای من چقدر قرضدار هستی؟ گفت: 100 چینک روغن. با وی گفت: زبان خط خود را بگیر و زود نشسته 50 بنویس. بعد به دیگری گفت: تو چقدر قرضدار هستی؟ در جواب گفت: 100 چینک گندم. با وی گفت: زبان خط خود را بگیر و 80 بنویس. و آن آقا عملدار ناانصاف را تعریف کرد که عاقلانه رفتار کرده است، زیرا که پسران این عالم در معامله با مردم نسل خود از پسران نور عاقل ترند. و من به شما می گویم با ثروت ناانصافانه برای خود دوستان پیدا کنید تا که آنها در وقت تمام شدن آن شما را به مسکنهای جاودانی پذیرایی کنند. کسی که در چیزی اندک معتمد باشد در چیزی بسیار نیز معتمد است، و کسی که در چیزی اندک ناانصافی کند در چیزی بسیار نیز ناانصاف است. پس مادامی که شما در ثروت ناانصافانه معتمد نبودید، کیست که ثروت حقیقی را به شما می سپرده باشد؟ و مادامی که در چیزی بیگانه معتمد نبودید، کیست که چیزی خودتان را به شما می داده باشد؟ هیچ غلام به دو آقا خدمت کرده نمی تواند، زیرا که یا از یکی نفرت کرده دیگری را دوست خواهد داشت، یا به یکی چسبیده دیگری را خوار خواهد دید. شما نمی توانید به خدا و به ممونا خدمت کنید. و فریسیان که زرپرست بودند همه این را شنیده او را تمسخر کردند. با آنها گفت: شما خود را پیش مردم عادل وانمود می کنید، ولی خدا از دلهای شما آگاه است، زیرا آنچه در نظر مردم عالی درجه است پیش خدا زشت است. تورات و صحف انبیا تا یحیی است. از آن وقت این جانب ملکوت خدا بشارت داده می شود و هر کس با جید و جهد به آن داخل می گردد. لیکن فنای آسمان و زمین آسان تر است از آن که نقطه از تورات محو شود. هر که زنی خود را طلاق داده زنی دیگری گیرد زنا کرده باشد، و هر که زنی طلاق شده را گیرد زنا کرده باشد. شخص ثروتدار بود و لباسهای ارغوان و کتان در بر می کرد و هر روز بزمی با حشمت برپا می کرد. و لعازر نام مسکین نزد دروازه او می خوابید و بدنش پر از زخم بود و آرزو داشت از آنچه از دسترخوان آن ثروتدار می افتاد شکم خود را سیر کند. و سگان آمده زخمهای او را می لیسیدند. وقتی که آن مسکین مرد، فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتدار نیز مرد و او را دفن کردند. و در دوزخ او در حالتی که عذاب و عقوبت می کشید چشم انداخته از دور ابراهیم را با لعازر که در آغوشش بود دید و فریاد زده گفت: ای پدرم ابراهیم، به من مرحمت کن و لعازر را بفرست تا که نوک انگشتش را به آب تر کرده زبان مرا سلقین گرداند، زیرا که من در علنگه اذیت می کشم. لیکن ابراهیم گفت: ای فرزندم، و خاطر آور که در زندگیت چیزهای خوب نصیب تو و چیزهای بد نصیب لعازر شده بود. اکنون وی در اینجا فراغت می یابد و تو عذاب می کشی. و علاوه بر همه این در میان ما و شما ورطه بزرگ واقع است، به طوری که آنهایی که از اینجا نزد شما گذشتن می خواهند نمی توانند، همچنین از آنجا نزد ما نمی گذرند. و او گفت: پس ای پدر، از تو التماس می کنم که وی را به خانه پدر من بفرست، زیرا که من 5 برادر دارم. بگذار آنها را تأکید کند که آنها هم به این مکان عذاب و عقوبت نآیند. ابراهیم به او گفت: آنها موسی و انبیا دارند، به سخنانشان گوش کنند. اما او گفت: نه پدرم ابراهیم، لیکن اگر یکی از مردگان نزد آنها رود توبه خواهند کرد.
با او گفت مادامی که به موسی و انبیا گوش نمیدهند، حتی اگر یکی از مردگان احیا شود هم باور نخواهند کرد. لوقا باب 17. و او به شاگردان خود گفت هیچ ممکن نیست که وسوسه ها به میان آیند، لیکن وای بر حال کسی که به واسطه وی به میان آیند. برگردن وی سنگ آسیای آویخته وی را در بحر افکنند برای وی بهتر است از آن که وی یکی از این طفلان را به وسوسه اندازد. به خود نظارت کنید. اگر برادرت به تو گناه کند، با او گپ زده فهمان، و اگر توبه کند، او را عفو نما. و اگر روز 7 کرد به تو گناه کند و روز 7 کرد رجوع نموده گوید توبه کردم، او را عفو نما. و حواریان به خداوند گفتند ایمان ما را زیاد کن. خداوند گفت اگر شما به اندازه دانه خردل ایمان می داشتید و به این درخت توت می گفتید ریشه‌کن گردیده در میان بحر جایگیر شو، آن به شما اطاعت می کرد. کیست از شما که غلامش به شودگار یا به چوپانی مشغول باشد و هنگامی از صحرا برگشتنش به وی گوید زود آمده نزد سفره بنشین؟ برعکس آیا او به وی نمی گوید برای من خوراک بیگاهی تیار کن و کمر خود را بسته به من خدمت کن تا دمی که بخورم و بنوشم و بعد از آن خودت بخور و بنوش؟ آیا او با آن غلام برای آن که فرمانهای او را به جا آورد منتداری بیان می کند؟ گمان نمی کنم. همچنین شما نیز وقتی همه فرمانهای به شما داده شده را به جا آوردید بگویید ما غلامان ناشایم هستیم، چون که آنچه کردنمان لازم بود کردیم. در اثنای راه یروشلیم او از حدود بین سامریه و جلیل می گذشت و هنگامی که او به قصبه داخل می شد 10 شخص مخفی از پیشش برآمدند که از دور ایستاده با آوازی بلند می گفتند ای عیسی استاد با ما مرحمت کن. و او چون دید به آنها گفت بروید و خود را به کاهنان نشان دهید. و آنها در وقت رفتنشان پاک شدند. یکی از آنها چون دید که شفا یافته است برگشته با آوازی بلند خدا را حمد و ثنا خواند و پیش پایهای او روی به زمین افتاده با او تشکر گفت و او مردی سامری بود. عیسی گفت آیا 10 نفر پاک نشدند؟ پس آن 9 نفر کجایند؟ آیا غیر از این اجنبی کسی یافت نشد که برگشته خدا را حمد و ثنا خواند؟ و به وی گفت برخاسته برو، ایمانت تو را نجات داد. چون فریسیان به او سوال دادند که ملکوت خدا کی می آید، در جواب آنها گفت ملکوت خدا طوری نمی آید که به نظر نمایان شود و نمی گویند اینک آن در اینجاست یا اینک در آنجاست، زیرا اینک ملکوت خدا در داخل شماست. و به شاگردان گفت ایامی می آید که دیدن فقط یک روز پسر آدم را آرزو خواهید کرد و نخواهید دید و به شما خواهند گفت اینک در اینجاست یا اینک در آنجاست، نروید و از عقب آنها ندوید. زیرا چطوری که برق از یک کنار آسمان درخشیده تا کنار دیگر آسمان نور می پاشد، پسر آدم در روز خود همین طور خواهد بود. لیکن اول او را لازم است که بسیار عذاب کشد و از طرف این نسل رد کرده شود. و چطوری که در ایام نوح بود، در ایام پسر آدم نیز همان طور خواهد بود. می خوردند، می نوشیدند، زن می گرفتند، به شوهر می رفتند تا آن روزی که نوح به کشتی در آمد و طوفان آمده همه را نابود کرد. و چطوری که در ایام لوط بود، می خوردند، می نوشیدند، می خریدند، می فروختند، می کاشتند، عمارت می کردند. لیکن در روزی که لوط از سدوم برآمد، آتش و کبریت از آسمان بارید و همه را محو کرد.
در روز ظاهر شدن پسر آدم نیز همان طور خواهد بود. در آن روز هر که بر بام بوده چیزهایش در خانه باشد، برای گرفتن آنها پایان نفراید، و هر که در کیشزار باشد بر نگردد. زن لوط را به خاطر آورید. هر که جان خود را نگاهداری کند آن را برباد خواهد داد، و هر که آن را برباد دهد آن را زنده خواهد کرد. و شما میگویم که در آن شب از دو نفری که در یک جاگه باشند، یکی گرفته و دیگری گذاشته خواهد شد. از دو زنی که یک جایه با دستاس مشغول باشند، یکی گرفته و دیگری گذاشته خواهد شد. از دو نفری که در کیشزار باشند، یکی گرفته و دیگری گذاشته خواهد شد. در جواب او گفتند: کجا ای خداوند؟ با آنها گفت: هر کجا لاشه باشد کرگسان نیز در آنجا جمع می شوند. لوقا باب 18. و به آنها مثل درباره آن گفت که کس باید همیشه دعا گوید و مایوس نشود. و گفت: در شهر قاضی بود که نه ترسی از خدا داشت و نه شرمی از مردم. در آن شهر بیوزنی بود که نزد او آمده می گفت: مرا از دشمنانم محافظت نما. مدتی دور و دراز قاضی به اعتنایی کرد، ولی بعدتر در دل خود گفت: گرچند که من نه ترسی از خدا دارم و نه شرمی از مردم، لیکن از بس که این بیوزن مرا آرام نمی گذارد، وی را محافظت خواهم کرد تا که هر دم آمده مرا بیزار نکند. و خداوند گفت: شنیدید که این قاضی ناانصاف چی میگوید؟ مگر خدا برگزیدگان خود را که روز و شب به درگاه او زاری و التجا میکنند محافظت نمی کند؟ گرچند که در محافظت آنها تأخیر می نماید. و شما میگویم که به زودی آنها را محافظت خواهد کرد. لیکن وقتی که پسر آدم بیاید، آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟ همچنین برای کسانی که به عادل بودن خود اعتماد داشته دیگران را خار می دیدند چنین مسئله گفت: دو کس به معبد برای عبادت در آمدند که یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. فریسی راست ایستاده در دل خود چنین دعا می گفت: خدایا، تو را شکر می گویم که مانند کسان دیگر، تاراجگران، ظالمان، زناکاران یا مانند این باجگیر نیستم. هفته 2 کرد روزه می دارم و از هر چیزی که به دست می آورم عشر می دهم. اما باجگیر دورتر ایستاده حتی جرأت نداشت که چشمانش را سوی آسمان بلند کند، بلکه سینه خود را می زد و می گفت: خدایا، و من گناهکار رحم کن. و شما می گویم که این شخص نظر به آن شخص بیشتر سفید شده به خانه خود رفت. زیرا هر که خود را بلند کند پست می شود و هر که خود را فروتن سازد سرافراز می شود. کودکان را نیز نزد او می آوردند تا که آنها را لمس کند. شاگردان این را دیده به آنها مانع می شدند. اما عیسی آنها را جیغ زده گفت: کودکان را بگذارید که نزد من آیند و به آنها مانع نشوید، زیرا که ملکوت خدا به چنین کسان تعلق دارد. براستی به شما میگویم هر که ملکوت خدا را مانند کودک قبول نکند به آن داخل نمی شود. و سردار از او پرسید: ای استاد نیکو، چی کنم تا وارث حیات جاویدانی شوم؟ عیسی به وی گفت: چرا مرا نیکو میگویی؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدای یگانه. احکام رو میدانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت بر دروغ نده، پدر و مادرت را حرمت کن. گفت: همه این را من از کودکی نگاه داشتم. عیسی این را شنیده به وی گفت: تو را باز چیزی نمی رسد. هر آنچه داری بفروش و به مسکینان بده و در آسمان گنج خواهی یافت و آمده مرا پیروی کن. لیکن وی چون این را شنید اندوهگین شد،
زیرا که بغایت ثروتدار بود. عیسی اندوهی وی را دیده گفت: به ملکوت خدا در آمدن ثروتداران چگونه دشوار است، زیرا که از سوراخی سوزن گذشتن شتر آسانتر است از آن که ثروتدار به ملکوت خدا داخل شود. شنوندگان گفتند: پس کی میتواند نجات یابد؟ گفت: آنچه برای آدمان غیر امکان است برای خدا امکان پذیر است. پتروس گفت: اینک ما همه چیز را ترک کرده تو را پیروی نموده ایم. با آنها گفت: به راستی به شما میگویم کسی نیست که خانه یا پدر و مادر یا برادران یا خواهران یا زن یا فرزندان را از بحر ملکوت خدا ترک کند و در این زمان خیلی زیادتر و در عالم آینده حیات جاودانی نیابد. و آن 12 را نزد خود خوانده با آنها گفت: اینک ما سوی یروشلیم می رویم و هر آنچه با زبان انبیا درباره پسر آدم نوشته شده است به عمل خواهد آمد. زیرا که او به دست غیر یهودیان تسلیم کرده خواهد شد و او را تمسخر کنند، حقارت دهند، توف باران کنند و تازیانه زنند، بکشند و در روز سیوم او احیا شود. لیکن آنها چیزی از این نفهمیدند. معنای این سخنان از آنها پوشیده بود و آنها به این گفته ها سرفهم نرفتند. وقتی که او به یریحو نزدیک می شد، کوری در کنار راه نشسته صدقه می پرسید و چون شنید که از پیشش مردم می گذرند پرسید: این چیست؟ با وی گفتند که عیسی ناصری می آید. در حال فریاد کرده گفت: ای عیسی پسر داوود، با من مرحمت کن. آنهایی که در پیش روانه بودند وی را به خاموش شدن وادار کردند، لیکن وی باز هم بیشتر فریاد می‌زد: ای پسر داوود، با من مرحمت کن. عیسی ایستاده فرمود که وی را نزد او بیارند و هنگامی که نزدیک آمد از وی پرسید: چی می‌خواهی که برای تو بکنم؟ گفت: خداوند، میخواهم بینا شوم. عیسی به وی گفت: بینا شو، ایمانت تو را شفا بخشید. وی در حال بینا گشت و خدا را ستایش کنان از عقیب او روانه شد و تمام مردم این را دیده خدا را حمد و ثنا خواندند. لوقا باب 19. و او به یریحو وارد شده از آن می‌گذشت و اینک زکی نام شخص که سردار باجگیران و ثروتدار بود می‌خواست عیسی را ببیند که او کیست، لیکن به سبب بسیاری مردم نتوانست، چون که قدش پست بود. و دویده پیش گذشت و بالای درخت انجیری برآمد تا که او را ببیند، چون که او را لازم بود که از پیش آن بگذرد. وقتی که عیسی به آنجا رسید نظر افکنده وی را دید و گفت: ای زکی، زود فرود آی، زیرا که امروز مرا لازم است در خانه بمانم. وی زود فرآمده او را با خرسندی پذیرایی نمود و همه این را دیده شکوه کنان گفتند که او در خانه شخصی گناهکار مهمان شده است. اما زکی برخاسته به خداوند گفت: خداوندا، نصف دارایی خود را من به مسکینان میدم و اگر چیزی کسی را ناانصافانه گرفته باشم 4 برابر پاداش میدم. عیسی به وی گفت: امروز به این خانه نجات آمده است، چون که وی نیز پسر ابراهیم است. زیرا که پسر آدم آمده است تا که گم شده را پیدا کند و نجات دهد. وقتی که آنها این را گوش می کردند او باز مسئله علاوه نمود، زیرا که او در نزدیکی یروشلیم بود و آنها گمان می کردند که به زودی باید ملکوت خدا به ظهور آید. بنابراین
او گفت: شخصی از اشراف به کشور دوردست می رفت تا که سلطنتی به دست آورده برگردد و 10 نفر غلامانش را دعوت نموده به آنها 10 مینا داد و به آنها گفت: با این پول تا وقتی گشته آمدنم داد و معامله کنید. اما اهل شهرش به وی عداوت داشتند و از عقیب وی الچی فرستادند تا بگوید: نمی خواهیم که وی بر ما پادشاهی کند. و هنگامی که وی سلطنت را به دست آورده برگشت، فرمود که همان غلامان را که به آنها پول داده بود جیغ زنند تا فهمد که هر یک چقدر فایده کرده است. یکمین آمده گفت: ای آقا، 1 مینای تو 10 مینا فایده آورد. و او گفت: آفرین ای غلام نیک، از بس که به چیزی اندک معتمد بودی بر 10 شهر حاکم شو. دومین آمده گفت: ای آقا، 1 مینای تو 5 مینا فایده آورد. با او نیز گفت: تو هم بر 5 شهر حاکم شو. سومین آمده گفت: ای آقا، اینک 1 مینای تو که آن را بر رومال پیچانده نگاه داشتم، زیرا که من از تو ترسیدم، چون که شخص سختگیر هستی. آنچه نگذاشته می گیری و آنچه نکاشته می دروی. با او گفت: تو را از زبان خودت محکوم می کنم ای غلام شریر. تو می دانستی که من شخص سختگیر هستم. آنچه نگذاشتم می گیرم و آنچه نکاشتم می دروم. پس چرا پول مرا به صرافان ندادی تا که من آمده آن را با فایده اش بگیرم؟ و به حاضران فرمود: آن مینا را از او گرفته به آن که 10 مینا دارد بدهید. با او گفتند: ای آقا، وی 10 مینا دارد. و شما میگویم که هر که دارد به وی داده شود و هر که ندارد از وی آن چی نیز دارد گرفته شود. لیکن آن دشمنان مرا که نمیخواستند بر آنها پادشاهی کنم، به اینجا آورده پیش من به قتل رسانید. این سخنان را گفته او باز به راه درآمد و سوی یروشلیم روانه شد. و چون به بیت فاجی و بیت هینی که بر کوه زیتون است نزدیک آمد، 2 شاگرد خود را فرستاده به آنها گفت: به آن دیه که رو بروی ماست بروید. همین که وارد آن شدید، خرکره را بسته می یابید که هنوز کسی به آن سوار نشده است. آن را واز کرده بیارید. و اگر کسی از شما پرسد چرا واز می کنید، به وی بگویید: خداوند به آن احتیاج دارد. فرستادگان رفته چنان که او به آنها گفته بود یافتند. وقتی که آنها کره را واز می کردند، صاحبانش به آنها گفتند: چرا کره را واز می کنید؟ گفتند: خداوند به آن احتیاج دارد. و آن را نزد عیسی آوردند و جامه های خود را بر کره افکنده عیسی را به آن سوار کردند. و هنگامی که او می رفت جامه های خود را برام می گستردند. وقتی که او به فرامدگاه کوه زیتون نزدیک شد، تمام توده شاگردانش شادی کنان با آوازی بلند خدا را برای همه معجزه هایی که دیده بودند حمد و ثنا کرده می گفتند: مبارک است پادشاهی که به اسم خداوند می آید. آسایشتگی در آسمان و جلال در عرش اعلی باد. بعضی فریسیان از میان مردم به او گفتند: ای استاد، شاگردان خود را منع کن. در جواب گفت: و شما میگویم که اگر آنها خاموش مانند، سنگ ها ندا خواهند کرد. و هنگامی که او به شهر نزدیک آمد، به آن نظر انداخته به حال آن گریان شد و گفت: اوه کاش که تو نیز اقلاً در همین روز خود میدانستی که کدام چیزها سوی آسایشتگی تو میبرد. اما این حال از چشمان تو نهان است، زیرا روزهای به سرت می آید که دشمنانت به مقابل تو سنگرها خواهند ساخت و تو را احاطه نموده از هر طرف به تنگ خواهند آورد و تو را و فرزندانت را در داخل تو به خاک یکسان خواهند کرد و در تو سنگ بر سنگ نخواهند گذاشت
از برای آن که تو وقت تفقد خود را ندانستی. و به معبد در آمده به پیش کردن آنهایی که در آن خرید و فروش می کردند آغاز نمود و به آنها گفت: نوشته شده است که خانه من خانه عبادت است، اما شما را به دوست خانه مبدل کرده اید. و هر روز در معبد تعلیم می داد. اما سرکاهنان و کتابدانان و پیران قوم قصد داشتند که او را نابود کنند، ولی علاج این کار را یافتن نمی توانستند، زیرا که تمام مردم پیوسته به سخنان او گوش می دادند. لوقا باب 20. در یکی از روزهایی که او مردم را در معبد تعلیم و بشارت می داد، سرکاهنان و کتابدانان با پیران آمده به او گفتند: و ما بگوی که با کدام قدرت تو این کارها را میکنی، یا کیست که این قدرت را به تو داده است؟ در جواب آنها گفت: من هم از شما چیزی میپرسم و به من بگویید، تعمید یحیی از آسمان بود یا از انسان؟ آنها در دل خود اندیشه کرده می گفتند: اگر گوییم که از آسمان بود، او بگوید، پس چرا به وی ایمان نآوردید؟ و اگر گوییم که از انسان بود، تمام قوم ما را سنگسار خواهند کرد، زیرا یقین دارند که یحیی نبی بود. و در جواب گفتند: نمیدانیم از کجا بود. عیسی به آنها گفت: من هم به شما نمیگویم که با کدام قدرت این کارها را میکنم. و به مردم چنین مسئله را گفت: شخص تاگزار شناند و آن را به تاگداران سپرده مدت دور و دراز سفر کرد. و چون موسم رسید، خدمتگار را نزد تاگداران فرستاد تا که از میوه تاگزار به وی بدهند. لیکن تاگداران وی را زده ته دست روانه کردند. و او خدمتگار دیگر را فرستاد، ولی آنها وی را نیز زده و دشنام داده ته دست فرستادند. و او باز سیومش را فرستاد، اما وی را نیز یردار کرده به در راندند. آنگاه صاحب تاگزار گفت: چی کنم؟ پسر محبوب خود را می فرستم، شاید او را دیده شرم کنند. لیکن تاگداران چون او را دیدند با همدیگر مصلحت کرده گفتند: این وارث است، بیاید وی را بکشیم تا که میراث از آن ما شود. و او را از تاگزار برآورده کشتند. پس صاحب تاگزار به آنها چی خواهد کرد؟ و آمده آن تاگداران را به مرگ محکوم خواهد کرد و تاگزار را به دیگران خواهد سپرد. آنهایی که این سخنان را شنیدند گفتند: حاشا و کلا. اما او به آنها نظر انداخته گفت: معنای این سخنانی که نوشته شده است چیست؟ سنگی که معماران رد کردند، سنگ سر گوشه بینا گردید. هر که بر آن سنگ افتد پاره پاره شود، و اگر آن بر کسی افتد وی را مجح کند. سرکاهنان و کتابدانان قصد داشتند که در همان دم او را دستگیر کنند، لیکن از مردم ترسیدند، زیرا دانستند که این مثل را او در حق آنها گفته بود. و او را در زیر نظارت گرفته عیاران را فرستادند تا که آنها خود را عادل نشان داده او را از سخنش افتانند و به قدرت و اختیار حاکم تسلیم کنند. و آنها به او سوال داده گفتند: ای استاد، میدانیم که تو حق گپ را میگویی و می آموزی و روبینی نمی کنی، بلکه طریق خدا را براستی تعلیم میدهی. آیا به قیصر جزیه دادن ما جایز است یا نه؟ ولی او مکر آنها را دریافته به آنها گفت: چرا مرا می آزمایید؟ دینار به من نشان دهید. صورت و رقمی روی آن از آن کیست؟ در جواب گفتند: از آن قیصر. به آنها گفت: پس آنچه از آن قیصر است به قیصر دهید و آنچه از آن خداست به خدا. و او را پیش مردم از سخنش افتانده نتوانستند،
و از جواب او در حیرت افتاده خاموش ماندند. و بعضی از صدوقیان که منکر قیامت هستند نزد او آمده پرسیدند: ای استاد، موسی به ما نوشته است که اگر برادری کسی بمیرد و زندار بوده فرزند نداشته باشد، باید برادرش زنی وی را به نکاح خود درآورد و برای برادر خود نسل به وجود آورد. و اینک 7 برادر بودند. یکمین زن گرفت و فرزند به دنیا نآورده مرد. و آن زن را دومین گرفت، ولی او نیز فرزند به دنیا نآورده مرد. بعد وی را سیومین گرفت و همین طور تا 7مین و همه فرزند نگذاشته مردند. بعد از همه زن نیز مرد. پس در احیای مردگان وی زن کدام آنها می شود؟ زیرا که هر 7 وی را به زنی گرفته بودند. عیسی در جواب آنها گفت: فرزندان این دنیا زن میگیرند و به شوهر میروند، لیکن آنهایی که سزاوار رسیدن به آن دنیا و به احیای مردگان بشوند نه زن میگیرند و نه به شوهر میروند و دیگر بار نمیتوانند بمیرند، زیرا که آنها به فرشتگان برابرند. و از بس که پسران قیامت هستند آنها پسران خدا می باشند. این که مردگان احیا می شوند، این رو موسی نیز در حکایت بت نشان داده. خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خوانده است و او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است، زیرا که پیش او همه زنده هستند. بعضی از کتابدانان این را شنیده گفتند: ای استاد، نغز سخن راندی. و دیگر آنها جرأت نداشتند که از او چیزی بپرسند. و او به آنها گفت: چیسان میگویند که مسیح پسر داوود است، و حالان که خود داوود در کتاب زبور میگوید: خداوند به خداوند من گفت به یمین من بنشین تا دشمنان تو را زیر پای تو اندازم. اینک داوود او را خداوند میخواند، پس چیسان او پسر وی بوده است؟ و در صورتی که تمام مردم گوش میکردند او به شاگردان خود گفت: از کتابدانان حذر کنید که دوست می‌دارند جامه‌های دراز پوشیده گردند و می‌پسندند در بازارها تبریک شنوند و در کرسی‌های اولی کنشت‌ها جای گیرند و در ضیافت‌ها بالانشین شوند. آنها که خانه‌های بیوه‌زنان را فرو می‌برند و برای نمود دعا را طول می‌دهند از همه سخت‌تر محکوم خواهند شد. لوقا باب 21. و او نظر انداخته ثروتمندان را دید که هدیه‌های خود را به گنجینه می انداختند و همچنین بیوزنی کمبغلی را دید که 2 فلوس در آن انداخت و او گفت: براستی به شما میگویم که این بیوزن کمبغل از همه بیشتر انداخت، زیرا که همه آنها از زیادتی خود هدیه برای خدا انداختند، لیکن وی از کمبغلی خود تمام نفقه را که داشت انداخت. وقتی که بعضی کسان درباره معبد سخن رانده گفتند که آن با سنگ‌ها و این عام‌های گرانبها زیب و آرا داده شده است، او گفت: ایامی می آید که از آنچه در اینجا می بینید سنگ بر سنگ نخواهد ماند، همش خراب خواهد شد. از او پرسیدند: ای استاد، این کی واقع می شود و علامتی به وقوع آمدن این چگونه است؟ گفت: هوشیار باشید که شما را در اشتباه ناندازند، زیرا بسیار کسان با نام من آمده گویند که این من هستم و آن وقت نزدیک است. از عقب آنها نروید و چون آوازه جنگ‌ها و آشوب‌ها را بشنوید نترسید، زیرا این باید اول واقع شود لیکن در حال انتها نمی‌یابد. آنگاه به آنها گفت: قوم بر ضد قوم و سلطنت بر ضد سلطنت قیام خواهد کرد و در هر جا زلزله‌های عظیم و قحطی و وباها و حادثات پردهشت و علامات بزرگ از آسمان به عمل خواهد آمد
اما پیش از همه این به شما دست تعدی دراز خواهند کرد و شما را تعقیب نموده به کنشت‌ها و زندان‌ها خواهند سپرد و به خاطر اسم من نزد پادشاهان و حاکمان خواهند برد و این به شما برای شهادت خواهد بود. پس در دل خود عهد کنید که پیشکی اندیشه نکنید چی جواب باید بدهید. زیرا که من به شما زبان و حکمت خواهم داد که همه دشمنان شما نتوانند نزدیت به آن نشان دهند و نه به مقابل آن چیز بگویند. و شما را پدر و مادران و برادران و خویشاوندان و دوستان تسلیم خواهند کرد و بعضی شما را به قتل خواهند رساند و همه از برای اسم من به شما عداوت خواهند داشت. لیکن موی از سر شما تلف نخواهد شد. جانهای خود را با صبر خود نجات خواهید داد. هرگاه ببینید که اسکران یروشلیم را احاطه کردند، بدانید که خرابی آن نزدیک شده است. آنگانهایی که در یهودا می باشند و کوهستان گریزند و هر که در شهر است از آن برآید و هر که در گرد و اطراف است به آن ندرآید، چون که این ایام انتقام است تا به عمل آید هر آنچه نوشته شده است. وای بر حال حامله داران و شیرداران در آن ایام، زیرا که مصیبت بزرگ بر زمین روی داده، این قوم گرفتار غضب خواهد شد و به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان همه خلقها به اسیری خواهند رفت و یروشلیم پایمال غیر یهودیان خواهد شد تا دمی که دوران غیر یهودیان به انجام رسد و در آفتاب و ماه و ستارگان علامتها ظهور خواهند یافت و بر زمین خلقها به ناامیدی افتاده، از خروش بر و غلیان موجها مات و مبهوت خواهند شد و آدمان از ترس و هراس و انتظاری آن مصیبت هایی که به سر جهان می آید از حال خواهند رفت، زیرا که قوه های افلاک متزلزل خواهند شد و آنگاه پسر آدم را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابر می آید. وقتی که به عمل آمدن این چیزها آغاز شوند، برخاسته سرهای خود را بلند کنید، چون که خلاصی شما نزدیک می آید. و با آنها مثلی گفت: به درخت انجیر و به همه درختان نگاه کنید. وقتی که شکفتن آنها را می بینید، می دانید که تابستان نزدیک است. همچنین وقتی که شما به عمل آمدن این چیزها را می بینید، بدانید که ملکوت خدا نزدیک است. براستی به شما می گویم، این نسل هنوز از عالم نگذشته همه این چیزها واقع خواهد شد. آسمان و زمین گذران است، لیکن کلام من گذران نیست. پس با خبر باشید از خودتان که مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و غمخوری های زندگی سخت شود و آن روز بر شما ناگهان آید، زیرا که آن مانند دام بر همه ساکنان تمام روی زمین خواهد آمد. پس همه وقت بیدار باشید و دعا گویید تا که سزاوار باشید از همه این مصیبت های آینده رها شوید و در پیش پسر آدم بایستید. روزها او در معبد تعلیم میداد و شبها بیرون آمده در کوهی که کوه زیتون نام دارد شبگذرانی می کرد و تمام مردم بامدادان نزد او به معبد برای شنیدن سخنانش می آمدند. لوقا باب 22. عید فطیر که فیس نامیده می شود نزدیک بود. سرکاهنان و کتابدانان در تردد آن بودند که چیسان او را به قتل رسانند، چون که از مردم می ترسیدند. و به دل یهودا که لقب اسکریوت را داشت و از جمله آن 12 بود شیطان در آمد. پس وی رفته با سرکاهنان و سرداران گفتگو کرد که چیسان او را به آنها تسلیم کند. آنها شاد گشتند و به وی پول دادنی شدند. وی وعده کرد و فرصت می جست تا که او را دور از چشم مردم به آنها تسلیم کند. و روز عید فطیر
که بره فیس را قربانی کردن لازم بود فرا رسید و او پیتروس و یوحنا را فرستاده گفت بروید و فیس را برای خوردن ما تیار کنید. با او گفتند در کجا می‌خواهی که تیار کنیم؟ با آنها گفت اینک وقتی که به شهر می‌درآیید، مردی به شما روبرو خواهد شد که کوزه آب را برداشته می‌برد. از عقبش روانه شوید تا به خانه‌ای که وی می‌درآید و به صاحب خانه بگویید استاد به تو می‌گوید مهمان خانه کجاست که آنجا فیس را با شاگردان خود بخورم. وی به شما بالاخانه کلان مفروش را نشان می‌دهد. در آنجا تیار کنید. آنها روانه شدند و چنان که او گفته بود یافتند و فیس را آماده کردند. و هنگامی که ساعت رسید او نزد سفره نشست و 12 حواریان با او بودند. با آنها گفت خیلی اشتیاقمند بودم که پیش از عقوبت خود این فیس را با شما بخورم. زیرا به شما میگویم که از آن دیگر نخواهم خورد تا وقتی که در ملکوت خدا به عمل آید. و کاسه را گرفته شکرگزاری نمود و گفت این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید. زیرا به شما میگویم که دیگر از شیره انگور نخواهم نوشید تا وقتی که ملکوت خدا بیاید. و نان را گرفته شکرگزاری نمود و پاره کرده به آنها داد و گفت این بدن من است که برای شما تسلیم کرده می شود. این را برای خاطر من به جا آورید. همچنین کاسه را بعد از طعام شام گرفته گفت این کاسه عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود. و اینک دست تسلیم کننده من با من در سر سفره است. اگرچه پسر آدم آنچنان که پیشکی مقرر شده است می رود، لیکن وای بر حال آن کس که به واسطه وی او تسلیم کرده شود. و آنها از یکدیگر پرسیدن گرفتند که کدام از آنها این کار را می کرده باشد. در میان آنها این چنین بحث و مناظره شد که کدام از آنها باید بزرگتر حساب یابد. ولی او به آنها گفت پادشاهان خلقا بر آنها حکمرانی می کنند و حاکمان آنها ولی نعمت خوانده می شوند. اما شما این طور نی، بلکه آن که در بین شما بزرگتر است باید مانند خردترین باشد و سردار مانند خدمتگزار. زیرا کدام بزرگتر است؟ آن که نزد سفره می نشیند یا آن که خدمتگزار است؟ آیا نه آن است که نزد سفره می نشیند؟ اما من در میان شما مانند خدمتگزار هستم. و شما کسانی هستید که در آزمایش های من با من بودید و من به شما ملکوت می سپارم چنان که پدرم به من سپرده است، تا که شما در ملکوت من در سر سفره من بخورید و بنوشید و شما بر تخت ها نشسته بر 12 سبط اسرائیل داوری خواهید کرد. و خداوند گفت شمعون شمعون، اینک شیطان طلبگار آن بود که شما را مثل گندم از غلبیر گذراند. اما من برای تو دعا گفتم تا که ایمانت تنزل نکند و تو یک وقت رجوع نموده برادران خود را استوار گردان. وی به او گفت خداوندا، من تیار هستم که با تو هم به زندان و هم به مرگ بروم. لیکن او گفت به تو ای پتروس میگویم که امروز پیش از آن که خروس بانگ زند تو 3 بار این کار کنان خواهی گفت که مرا نمیشناسی. و به آنها گفت وقتی که من شما را به همیان، به تربه و به پای افضال فرستادم، آیا به چیز احتیاج داشتید؟ گفتند به هیچ چیز. و او به آنها گفت لیکن اکنون کسی که همیان دارد آن را بگیرد، همچنین تربه را، و کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته بخرد. زیرا به شما میگویم که این سخن نوشته ها نیز باید در حق من به عمل آید. از جنایتکاران شمرده شد.
زیرا هرچی درباره من است انتها می‌یابد. و آنها گفتند خداوندا، اینک در اینجا 2 شمشیر هست. به آنها گفت کفایه است. و بیرون آمده از روی عادت به کوه زیتون رفت. شاگردان نیز از عقیب او رفتند. وقتی که به آن موضع رسید به آنها گفت دعا گویید تا به آزمایش دچار نشوید. و خودش به مسافه انداختنی سنگی از آنها دور شده زانو زد و دعا کرده گفت ای پدر، اگر بخواهی این کاسه را از من بگذران، لیکن نه اراده من بلکه اراده تو بگذار به عمل آید. و فرشته ای از آسمان بر او ظاهر گردیده او را تقویت می داد و او در اضطراب افتاده با جهد بیشتری دعا می گفت و عرق او مثل قطره های خون بود که بر زمین می چکید. بعد از دعا برخاسته او نزد شاگردان آمد و آنها را دید که از غصه خواب رفتند و به آنها گفت چرا خواب رفته اید؟ برخاسته دعا گویید تا که به آزمایش دچار نشوید. هنوز که او سخن می گفت اینک مردم بسیاری پیدا شدند و پیشاپیش آنها یکی از آن 12 که یهودا نام داشت روانه بود و نزد عیسی آمد تا که او را ببوسد، زیرا که اشارتی به آنها داده گفته بود هر کی را ببوسم همان است. و عیسی به وی گفت ای یهودا، آیا پسر آدم را با بوسه تسلیم میکنی؟ کسانی که با او بودند چون دیدند که کار با چی می انجامد به او گفتند خداوندا، آیا با شمشیر بزنیم؟ و یکی از آنها غلامی سرکاهین را زده گوش راست وی را بریده پرتافت. عیسی در جواب گفت دست کشید، بس است. و گوش وی را لمس کرده شفا داد. و عیسی به سرکاهنان و سرداران معبد و پیرانی که بر ضد او جمع آمده بودند گفت گویا بر ضد راهزن شما با شمشیر و تیاقا بیرون آمده اید تا مرا دستگیر کنید. هر روز من نزد شما در معبد بودم و شما به من دست تجاوز دراز نکردید. اما حالا ساعت شماست که ظلمات حکم فرماست. و او را دستگیر کرده بردند و به خانه سرکاهن آوردند و پیتروس از دور از پی آنها روانه شد. وقتی که آنها در روی حولی آتش در گرانده دور آن یک جای نشستند، پیتروس نیز در میان آنها نشست و کنیز وی را نزد آتش نشسته دید و با دقت به وی نگاه کرده گفت این هم با او بود. لیکن وی انکار کرده به زن گفت من او را نمیشناسم. پس از مدت یک آدم دیگر وی را دیده گفت تو هم یکی از آنها هستی. اما پیتروس به آن آدم گفت من از آنها نیستم. تخمینا 1 ساعت گذشتن پس باز یک کسی دیگر با اصرار گفت در حقیقت این هم با او بود، زیرا که وی جلیلی است. اما پیتروس به آن کس گفت نمیدانم که تو چی میگویی. و هنوز وی سخن میراند که در حال خروس بانگ زد و خداوند روی گردانده به پیتروس نظر انداخت و پیتروس سخن خداوند را به یاد آورد که به وی گفته بود امروز پیش از آن که خروس بانگ زند مرا 3 بار این کار خواهی کرد. و بیرون رفته زار زار گریست. کسانی که عیسی را دستگیر کرده بودند او را تمسخر می کردند و می زدند و روی او را پوشیده تارسکی می زدند و از او می پرسیدند نبوت کن که تو را کی زده است؟ و باز بسیار حقارت‌های دیگر در حق او به زبان می راندند. همین که چشم روز گشاده شد، پیران قوم، سرکاهنان
و کتابدانان جمع آمده او را به شورای خود درآوردند و گفتند: آیا تو مسیح هستی؟ به ما بگوی. با آنها گفت: اگر به شما گویم باور نمی کنید و اگر به شما سوال دهم جواب نمی گردانید و مرا آزاد نمی کنید، من بعد پسر آدم به یمین قوت خدا خواهد نشست. و همه گفتند: پس تو پسر خدا هستی؟ با آنها گفت: شما میگویید که من هستم. و آنها گفتند: دیگر به ما چه شهادت لازم است؟ زیرا که خودمان از زبان او شنیدیم. لوقا باب 23. و تمام اهل مجلسشان برخاسته او را نزد پیلاطوس بردند و به عیبدار کردن او شروع نموده گفتند: ما یافتیم که او قوم ما را فاسد میکند، به قیصر جزیه دادن نمیماند و خود را پادشاه مسیح مینامد. پیلاطوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ او جواب داده گفت: تو میگویی. پیلاطوس به سرکاهنان و به مردم گفت: در این آدم هیچ عیبی نمی‌یابم. لیکن آنها اصرار نموده میگفتند که او قوم را به آشوب می آورد و در تمام یهودا از جلیل گرفته تا اینجا تعلیم می دهد. وقتی که پیلاطوس این را شنید سوال داد: مگر او جلیلی است؟ و چون دانست که او از ولایت هیرودوس است، او را نزد هیرودوس روانه کرد که وی نیز در آن روزها در یروشلیم بود. هیرودوس عیسی را دیده خیلی خرسند شد، زیرا که کیها باز او را دیدن می‌خواست، چون که آوازه او را شنیده بود و امید داشت که از او معجزه‌ای ببیند و به او سوالهای بسیاری داد، اما او به وی هیچ جواب نداد. سرکاهنان و کتابدانان ایستاده با تمام جد و جهد او را عیبدار می‌کردند و هیرودوس با سربازان خود او را بسا تحقیر و تمسخر کرده و لباس درخشانی بر او پوشانده نزد پیلاطوس گردانده فرستاد. در همان روز پیلاطوس و هیرودوس با هم دیگر دوست شدند، زیرا که پیشتر آنها به یکدیگر عداوت داشتند. پیلاطوس سرکاهنان، سرداران و مردم را خوانده به آنها گفت: این آدم را همچون فاسد کننده قوم نزد من آوردید و اینک من در پیش نظر شما تفتیش کردم و در این آدم از آن عیب‌هایی که شما به گردن او می‌پرتایید چیزی نیافتم. همچنین هیرودوس نیافته است، زیرا که من او را نزد وی فرستاده بودم و در او هیچ گناهی سزاوار مرگ یافت نشده است. پس او را جزا داده آزاد میکنم. به وی لازم بود به مناسبت عید کسی را برای آنها آزاد کند، اما مردم سراسر فریاد زده گفتند: او را قتل کن، برای ما باراباس را آزاد کن. باراباس برای عصیان و قتلی که در شهر روی داده بود در زندان انداخته شده بود. باز پیلاطوس به آنها سخن راند، زیرا که می‌خواست عیسی را آزاد کند. لیکن آنها فریاد زده گفتند: او را مصلوب کن، مصلوب کن. بار سیوم وی به آنها گفت: او چی بدی کرده است؟ هیچ گناهی سزاوار مرگ در او نیافتم. پس او را جزا داده آزاد میکنم. ولی آنها با فریاد بلند اصرار نموده طلب کردند که او مصلوب شود و فریاد آنها و سرکاهنان غالب آمد و پیلاطوس قرار داد که از روی طلب آنها عمل کند و شخصی را که برای عصیان و قتل در زندان نشسته بود موافق خواهش آنها آزاد کرد و عیسی را به اختیار آنها سپرد. وقتی که او را بردند
شمعون نام شخصی را که از قورین بود و از صحرا می آمد دست گرفته صلیب را بر کتفش گذاشتند تا که از عقیب عیسی برداشته برد. و شماره عظیم مردم و زنانی که برای او گریه و نوحه می کردند از عقیب او روانه شدند. و عیسی به آنها رو آورده گفت: ای دختران یروشلیم، برای من گریه نکنید، بلکه برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. زیرا ایامی می آید که خواهند گفت: خوشا نازایان و شکمهایی که نزاییدند و پیستانهایی که شیر ندادند. آن وقت به کوها خواهند گفت: بر ما بیافتید و به تپه ها ما را بپوشانید. زیرا اگر با درخت سرسبز چنین کنند، با درخت خشک چه ها خواهند کرد؟ دو جنایتکار را نیز با او برای کشتن می بردند. و چون به جایی که کاسه‌خانه سر نام دارد رسیدند، در آنجا او را و آن جنایتکاران را یکی از دستی راستش و دیگری از دستی چپش مصلوب کردند. عیسی گفت: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمیدانند چی میکنند. و لباس او را قرعه پرتافته تقسیم کردند و مردم ایستاده تماشا میکردند. سرداران نیز با یک جایگی آنها مسخره کنان میگفتند: دیگران را نجات میداد، بگذار خود را نجات دهد اگر او مسیحی برگزیده خدا باشد. سربازان نیز او را استهزا می کردند و نزدیک آمده به او سرکا می دادند و می گفتند: اگر تو پادشاه یهودیان باشی خود را نجات ده. در بالای سری او با زبانهای یونانی، رومی و عبرانی چنین لوحه نوشته آویخته بودند: این است پادشاه یهودیان. و یکی از جنایتکاران مصلوب شده او را دشنام داده می گفت: اگر تو مسیح باشی خود را و ما را نجات ده. اما دیگری برعکس وی را مذمت نموده گفت: آیا تو از خدا نمی ترسی؟ در صورتی که خودت نیز به همین جزا محکوم شده ای. جزای ما از روی انصاف است، چون که مکافات عمل خود را گرفته ایم، لیکن او هیچ بدی نکرده است. و به عیسی گفت: ای خداوند، وقتی که به ملکوت خود برسی مرا به یاد آور. و عیسی به وی گفت: براستی به تو میگویم که امروز با من در بهشت خواهی بود. تقریبا ساعت 6 روز بود و تمام زمین را تا ساعت 9 تاریکی فرا گرفت. آفتاب تیره شد و پرده معبد دو پاره شد. و عیسی با آوازی بلند ندا کرده گفت: ای پدر، روح خود را به دست تو می سپارم. و این را گفته جان داد. میرسد این حادثه را دیده خدا را حمد و ثنا خواند و گفت: حقیقتا این آدم عادل بود. و تمام مردمی که برای این تماشا جمع آمده بودند پس از دیدن این ماجرا سینه زنان گشته رفتند. ولی همه شناسهای او و زنانی که از جلیل او را پیروی نموده آمده بودند از دور ایستاده این را می دیدند. و اینک یوسف نام شخص، عضو شورا، مردی نیک و عادل که با قرار و کار آنها راضی نبود و از حرامات نام شهر یهودا بوده خودش نیز انتظاری ملکوت خدا بود، نزد پیلاطوس آمده جسد عیسی را طلب کرد و آن را پایان فراورده به کتان پیچاند و به قبری نهاد که از سنگ تراشیده شده بود و تا حال هیچ کس در آن گذاشته نشده بود. آن روز روز جمعه بود و شنبه فرا می رسید و زنانی که همراه عیسی از جلیل آمده بودند
از دنبال وی رفتند و قبر را و چگونه در آن جسدی او گذاشته شد دیدند و چون برگشتند حنوط و روغنی اطرافشان تیار کردند و روز شنبه موافق حکم شریعت استراحت کردند. لوقا باب 24. در روز یکشنبه صبح دم حنوطی را که تیار کرده بودند با خود گرفته به سر قبر آمدند و بعضی زنان دیگر همراه آنها بودند، ولی دیدند که سنگ از سر قبر غلطانده شده است و چون داخل شدند جسد عیسی خداوند را نیافتند. در صورتی که از این حادثه در حیرت بودند، بناگاه در پیششان دو مرد جامه های درخشنده در بر پیدا شدند و در حالتی که به هراس افتاده سرهای خود را به زیر افکنده بودند، آن دو به آنها گفتند: چرا شما زنده را در میان مردگان جستجو میکنید؟ در اینجا نیست، او احیا شد. به یاد آورید که چگونه او هنگامی که در جلیل بود به شما سخن رانده گفته بود که پسر آدم باید به دست آدمان گناهکار تسلیم کرده شود و مصلوب گردد و در روز سیوم احیا شود. و آنها سخنان او را به یاد آوردند و از سر قبر برگشته همه این را به آن 11 و به همه دیگران نقل کردند. اینها مریم مجدلیه و یوحنا و مریم مادر یعقوب و با آنها زنان دیگر بودند که به حواریان این چیزها را گفتند. ولی این سخنان به نظرشان چون سفسطه نمود و به گپ آنها باور نکردند. اما پیتروس برخاسته سوی قبر دوید و خم شده فقط کفن را دید که گذاشته شده است و از این حادثه در حیرت مانده به خانه خود رفت. در همان روز 2 نفر از آنها به دیهه‌ای می رفتند که تقریباً 60 استادیه از یروشلیم دور بود و اماوس نام داشت و با هم دیگر درباره همه این واقعه ها گفتگو می کردند. و هنگامی که آنها گفتگو و مباحثه می کردند، خود عیسی نزدیک آمده با آنها روانه شد، لیکن چشمان آنها بسته بود به طوری که او را نشناختند. به آنها گفت: از چه خصوص با همدیگر در راه گفتگوزار میکنید و چهره هاتون غمگین است؟ یکی از آنها که کلیوپاس نام داشت در جواب او گفت: نخواد که تنها تو از آنهایی که به یروشلیم آمدند از واقعی که در این روزها روی داده است بیخبر هستی؟ به آنها گفت: از کدام واقعه؟ به او گفتند: از آنچه با عیسی ناصری روی داده است که او پیغمبری بود توانا در کردار و گفتار در پیش خدا و تمام قوم. چگونه او را سرکاهنان و سرداران ما تسلیم کردند تا که به قتل محکوم شود و او را مصلوب کردند. لیکن ما امید داشتیم که او همان است که باید اسرائیل را نجات دهد. اما با این همه امروز روز سیوم است که این به وقوع آمده است. ولی بعضی از زنان ما نیز ما را در حیرت انداختند. آنها بامدادان به سر قبر رفتند و جسد او را نیافتند و آمده گفتند که در رویا فرشتگان را نیز دیدند که میگویند او زنده است. و بعضی از رفیقان ما به سر قبر رفته آنچنان که زنان گفته بودند یافتند، لیکن او را ندیدند. و او به آنها گفت: ای بی فراستان و سستدلان در ایمان آوری به آنچه انبیا پیشگویی کردند، آیا مسیح را لازم نبود همه این را از سر گذرانده به جلال خود برسد؟ و از موسی و از تمام انبیا سر کرده آنچه را که در همه نوشته ها درباره او گفته شده است به آنها فهمانده داد. و آنها به دیهه‌ای که سویش می رفتند نزدیک آمدند و او چنین وانمود کرد که می خواهد آن سوتر برود
ولی آنها او را نگاه داشته گفتند با ما بمان، چون که شام نزدیک است و روز به پایان می رسد. و او وارد شده با آنها ماند. و هنگامی که او با آنها نزد سفره نشست، نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به آنها داد. آنگاه چشمان آنها گشاده شد و آنها او را شناختند، ولی او از نظرشان ناپدید شد. و آنها به یکدیگر گفتند آیا دل ما در درون ما نمی سوخت وقتی که او در راه با ما سخن می راند و نوشته ها را به ما می فهماند؟ و همان ساعت برخاسته به یروشلیم برگشتند و آن 11 را یافتند که با رفیقان خود جمع شده می گفتند که خداوند حقیقتاً احیا شده است و به شیمعون ظاهر گردیده است. و آنها نیز نقل کردند که در اثنای راه چه حادثه روی داد و چگونه او را در وقت پاره کردن نان شناختند. وقتی که آنها در این خصوص گپ می زدند، خود عیسی در میان آنها ایستاده به آنها گفت سلام بر شما باد. آنها به اضطراب و هراس افتاده گمان کردند که روحی می بینند، لیکن او به آنها گفت چرا مضطرب شدید؟ و از چه سبب در دل شما چون این فکرها پیدا می شود؟ به دستهای من و به پایهای من نگاه کنید. این خود من هستم. مرا لمس کنید و ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که در من می بینید. و این را گفته دستها و پایهای خود را به آنها نشان داد. و چون آنها از شادی هنوز باور نمی کردند و متعجب می شدند، او به آنها گفت آیا چیزی خوردنی در اینجا دارید؟ پیش او یک پارچه ماهی بریان و اندکی عسلی ممدار ماندند و او گرفته در پیش نظر آنها خورد و به آنها گفت این است آن چیزی که چون با شما بودم به شما می گفتم که هر آنچه در تورات موسی و در صحف انبیا و زبور درباره من نوشته شده است باید به عمل آید. آنگاه ذهن آنها را روشن کرد تا که نوشته ها را بفهمند و به آنها گفت چنین نوشته شده است و چنین لازم بود که مسیح عقوبت کشد و در روز سیوم از مردگان احیا شود و به اسم او از یروشلیم سر کرده در میان همه خلقا توبه و آمرزش گناه ها موعظه کرده شود و شما شاهدان این هستید. و من وعده پدر خود را بر شما روان می کنم، ولی شما در شهر یروشلیم بمانید تا وقتی که با قوت از عالم بالا فرا گرفته شوید. و آنها را بیرون آورده تا بیت هینی برد و دستهای خود را برداشته آنها را برکت داد. و هنگامی که آنها را برکت می داد، از آنها جدا شده به آسمان صعود کرد و آنها به او سجده نموده با شادی بزرگی به یروشلیم برگشتند و همیشه در معبد بوده خدا را حمد و ثنا می گفتند و مبارک می خواندند. آمین.